سلام محمد رضا جان، حال شما چطور؟ خوبی؟ من خیلی ارادت دارم و درسته به ما رسید ولی دیر رسید، ولی بازم خدا رو شکر میکنیم. حالا بگو چی رسید و چی دیر رسید. ماشاءالله تمام خبرگزاری‌های بزرگ دنیا شما رو به تصویر کشیدن، ولی ما اون آخر ماخرن، ولی خدا رو شکر شما رو داریم. خیلی خوش اومدید. قربانت، خیلی ممنون برای دعوت شما. خواهش میکنم. برنامه خودتونه، برنامه کودکان، آینده سازان، نوجوانان و همه عزیزان. جناب بهنام، خیلی صمیمانه بخوام بگم، من دیشب خواب این پرواز رو میدیدم. چون به هر حال میزبان شما باشم باید ذره‌ای بتونم تلاش کنم در شأن شما باشم. خیلی مطالعه کردم از دیشب و هرچی مطالعه میکردم در مورد شما بیشتر میدیدم. قطعا همه دوستانم مطالعه کردن، شما رو میشناختن، اما به قول خودتون در پستتون گفتین امشب میخوایم چیزهایی رو بگین که تا حالا نگفتین و این برای ما خیلی ارزشمنده. درس موفقیت، اون در یکی از خاطراتتون خوندم 5 ستاره باعث اون تصمیم موفقیت شما شد. چجوری بتونیم تصمیمات موفقیت آمیز بگیریم، چجوری بتونیم در لحظه های بحرانی، اصلا چی شد شما اینقدر دیگه خوندن همه، ولی واقعا شگفت انگیزه. و وقتی من دارم سایت زندگی نامه بزرگان تاریخ رو نگاه میکنم، شما 53مین بزرگ تاریخ شناخته شدید. شاید خودتون نمیدونستید. نه، نمیدونستم. ولی نمیدونستید، ولی من به شما مصور نشون میدم زندگی نامه بزرگان تاریخ شما 53مین هست. باعث خیلی قدردانی هستش. بله. It's a humbling experience. این خب اینم خبر خوبی بود که من دادم. پس امشب در خدمت 53مین فرد بزرگ تاریخ هستیم، چون جون خیلی ها رو انجام داده. تا کاپیتان صحبتاشون رو شروع میکنن به افتخارشون گل قرمز بفرستید و بریم پای صحبت کاپیتان عزیز. ضمن سلام ما رو به آقای اندی هم برسونید. من برنامه رو با موزیک زیبای آقای اندی شد. حتما. اولا که خیلی ممنون برای دعوتت و خیلی ممنون برای کاری که داری میکنی برای تمام ایرانی‌ها و جوانان ایرانی. یه اپورتونتی بهشون داری میدی، موقعیت میدی که بتونن بیان تالنت رو نشون بدن. من همیشه اینو پروموت کردم و گفتم که وظیفه ماها هستش که یک مخاطبایی که داریم میگم حالت سلبریتی استاتس که پیدا میکنی در رو باز کن که همه بتونن بیان تو، که اونا رو بتونیم بیاری بالا. چون میدونم که برای بعضی جوانان ایرانی موقعیت وجود نداره که دنیا بشناستشون، چه از لحاظ ورزش، چه از لحاظ هنر، چه از لحاظ علم. و وظیفه ما هستش که تریبیون اونا باشیم که همه جای دنیا بتونن بدرخشن. سوالات من که همونطور قبلا بهت گفته بودم، وقتی من موتیویشن و لیدرشپ سمینار هم یا میدادم قبلا، بعضی موقع 15 ساعت 18 ساعت بود. حالا تمام 18 ساعت بخوایم بکنیم هر یه ساعت، که هم بچه‌ها یه چیزی یاد گرفته باشن، هم موتیویت بشن، هم بدونن که هر کاری که من کردم اونا هم میتونن بکنن، چون هیچ فرقی بین من و اونا وجود نداره. همه ما یکی هستیم و میگم این تالنتی که پروردگار به ما داده هممون داریم. دقت کردی؟ هممون یک سر داریم، 2 تا گوش، یه دماغ، 2 تا چشم، 10 تا انگشت، 2 تا پا، 2 تا دست. این God given equipment یا equipmenتی که خدا به ما داده همه ما داریم. تنها مسئله مهم اینه که چطوری ما اینا رو بتونیم اینفورمیشنی که به ما تو زندگی میاد ترانسفر بکنیم به مغزمون. و اینو باید تو بدونی مغز ما بزرگترین کامپیوتر دنیاست. در حقیقت مرد یا بشریت بود که کامپیوتر به وجود آورد و تمام اینفورمیشن دنیا دستته، تو این مغز هست. این کامپیوتر هستش که بهش میگه مغز، بین گوش چپ و راست. ولی متاسفانه پروردگار اونرز مانیول نداده که چطوری از این استفاده بکنی و خیلی بلد نیستن این کامپیوتر که مغز خودمون هست به راه درست استفاده بکنن. واسه همین میبینیم اینقدر فرق تو دنیا وجود داره، اینقدر جنگ تو دنیا وجود داره و اینقدر بدبختی تو دنیا وجود میاد، چون اونا بلد نیستن یا یاد نگرفتن که الیویت بشن، به یه ارتفاعی تو زندگی برسن
که بتونن جمعیتی و کشوری و دنیا رو به راه درست بیارن و همه لذت ببرن از زندگی. آویدان، بر من میگن اون کسی میتونه خوب تدریس کنه، کسی میتونه یه مربی ورزش خوب باشه که خودش ورزشکار بوده باشه، کسی میتونه یه معلم خوب باشه که دوران دانش آموزی رو خودش، کسی میتونه یک طبیب خوب باشه که واقعا به سختی دوران رو گذرونده باشه. من زندگی نامه شما رو میخوندم، از صفر شروع کردید، یعنی تو رستوران کار کردید، حتی پول نداشتید برای تحصیل، رفتید یه مقطعی از زرنگیتون اون آموخته هایی که داشتید از خلبانی باز برای همسناتون کلاس گذاشتید، با پول اندک ساعتی $8 یا روزی $8 گرفتید و به خواسته که میخواستید. خیلی ارزشمنده، خیلی ارزش. چیزی که الان مردم ما خب پایه‌گذار اقتصاد ناجور خیلی این چیزها رو پیش میاره. خیلی الان ایرانی ذهن پویایی داره، خیلی این آرزوها رو دارن، پول ندارن. از اینجا شروع کنیم. آرزو داری، پول نداری. آرزو داری، پول نداری، ولی خب من به جایی که تو زندگی رسیدم علاوه مقام و درآمد و پولی که ساعت دقیقی برای وقت من میذارن، این یه زمانی طول کشید، حدود 4 دکید، یعنی 4 تا 10 سال طول کشید به اینجا رسیدن. من همیشه تمام اینفورمیشنم رو از نیچر میگیرم، چون نیچر doesn't lie، طبیعت دروغ نمیگه. اگه شما پرینسیپل طبیعت رو مرام کار خودت بکنی، موفقیتی که تو طبیعت وجود داره اون رو بتونی برای خودت انجام میتونی بدی. یه مسئله کوچیک بزنم، اگه تو بیری توی باغ خیلی قشنگی، میخواید آخر هفته با خانواده برین توی این باغ زیر یه درخت زیبا بشینین و سفره بذارین، بخواین پارتی داشته باشین یا بشینین غذا بخورین، باید تو این متوجه بشی که این درخت عظیم که تو زیرش نشستی، زیر سایش نشستی، یک زمانی فقط یه دونه تخم بود که یک کسی اینو کاشت و 5 سال، 10 سال، 15، 20 سال بعد به اون نتیجه رسید. ما باید اونو درک بکنیم و بتونیم به همون حالت بدونیم که اول بچه دنیا میاد، بعد شروع میکنه دست و پا زدن، یعنی خیز کردن، بعد بلند میشه راه رفتن، بعد بلند میشه دویدن. یک روزی جام جهانی دنیا رو برای 2 خواهد برد و واسه اینه که این پروسس، این اتفاق که میفته، شما باید بدونین که این عمل باید بشه. ما تو امریکا میگیم خیلی مردم اینجا مایکروویو و منتالیتی دارن، یعنی طرز فکرشون این مایکروویو شده. یه چیزی رو میخوان عرض 30 ثانیه، میخوان یه دکمه رو بزنن که اون نتیجهشو عرض 30 ثانیه بگیرن و در حقیقت در طبیعتی همچین چیزی وجود نداره. همه چی به مرام خودش رو پیش ببره. اونجاست که مشکل پیش میاد، اونجاست که مردم از راه اصلی زندگی جدا میشن. فرض کن تو الان بارسلون هستی، یا تهران رو صحبت کنیم چون بیشتر مخاطبا تهرانن. اگر از تهران شما میخوام بریم شمال، جاده هراز به فرض یه جاده یه دیگه، درسته؟ جاده هراز و پیچ و پوش هم داره و تو باید بدونی چه مدت طول میکشه تا برسی به شمال، چقدر بنزین احتیاج داری و در این فکر باشی که شاید یه تصادفی شده باشه جلو و ترافیک به وجود بیاد. اینم مسیر زندگی هم همینه، همون مشکلات هست، ولی بعضی مواقع مردم وقتی ترافیک رو که میبینن حوصله‌شون سر میشه، از اتوبان زندگی میان بیرون، دست راست یا دست چپ میپیچن و دیگه هیچ وقت بر نمیگردن به اون اتوبان. شروع میکنن این ور رفتن کوچه پس کوچه و شهرک این ور اون، مسیرشون کاملا عوض میشه. اینه که واقعا مهمه که تو زندگی تو هدف داشته باشی، هدفاتو بنویسی و با داشتن این هدفها بتونی جلو بری. حالا اگه با دوست زن بدی اون روز یا سر کار مشکل داری، همین رو بذاری کنار. هیچ وقت چشتو از فوکوستو برای آینده‌ای که برای خودت درست کردی یا بخوای بری ور نداری. ولی بعضی اصلا نمیدونن جریان چیه، چطوری این کار رو باید بکنن. اینه که کسای عین من که واقعا بشریت رو دوست دارن، واقعا حال میکنم من که کمک بکنم به یکی دیگه زیر بالش رو بگیرم بیارم بالا،
وظیفه خودم میدونم که بهشون اینا رو چیزایی که یاد گرفتم به عنوان مربی، نه به عنوان تیچر معلم، نه به عنوان مربی چیزایی که یاد گرفتم رو بهشون بگم. و یه چیز خوبی تو گفتی که برای من استفادهش اینه You cannot teach what you don't know. چون نمیتونی یه چیزی به مردم درس بدی اگه خودت نمیدونی جریان چیه. و تو سیاست دنیا الان اینو میبینی، خیلی حرف میزنن چرت و پرت، آخرش هیچ نتیجه‌ای نداره. و کسای روشنفکر، یعنی من، یعنی تو، بچه‌ای که دانشگاه رفتن، بچه‌ای که تحصیل کردن، بچه‌ای که فکرشون دیدشون بازه، میگن بابا اینا چرت و پرته، به هیچ نتیجه‌ای ما نمیرسیم. اگه بخوای به نتیجه برسی باید پلان داشته باشی. من همیشه میگم if you fail to plan you're planning to fail. اگه هیچ شکست داشته باشی برای برنامه ریزی کردن، هیچ وقت به هیچ نتیجه تو نمیرسی. اگر تو پلان نداشته باشی برای زندگیت، زیر پلان یک کسی دیگه میفتی. اونا برای تو میگن اینطوری باید غذا بخوری، اینطوری باید قیافت باشه، اینطوری باید روسریت باشه، این کارو باید بکنی، اون کارو باید بکنی. اونا که برای تصمیم میگیرن. و خودت باید واقعا خودت باید فکر بکنی که این اعتقاداتی که تو سر تو هست، محمد رضا جان، اعتقاداتی که تو سر ما هست از کجا به وجود اومده؟ آیا خود من تصمیم گرفتم یا کسی دیگه این اعتقادات رو تو سر من ریخته؟ انگار که دکتری به تو یه تزریق بزنه، بگی اینطوری باید لباس بپوشی، اینطوری باید فکر بکنی، اینطوری باید صحبت بکنی، اینم جامعه توه، اینطوری باید باشی. اینا همش غلطه. اگه تو کشوری که این امریکا که به ما آزادی رو دادن که از لحاظ فکری رشد بکنی، فقط لحاظ فکری نیست، از لحاظ جسمی هم تو میتونی رشد بکنی، از لحاظ معنوی هم میتونی رشد بکنی، و مهمتر از همه از لحاظ مالی هم میتونی تو فکر رشد بکنی. این اسمایی که این اواخر میشنوی، ایلان ماسک و جف بیزوس و بیل گیتس و مایکل جوردن، اینا میلیاردرهای دنیا، فکر میکنی اینا کی هستن؟ اینا هیچ فرقی با من تو ندارن. تو اگر منتال مپ اینا رو، اون مپی که وجود داره، یعنی اون چی میگن مپ، چی میشه به فارسی؟ به نقشه، پروگرام، اسکیجول، نقشه فکری اینا رو تو داشته باشی و بدونی طرز فکر اینا چیه، تو هم طرز فکر اونطوری بکنی، همون نتیجه رو خواهی گرفت که اینا خواهند گرفت. من مثل یه سوال ازت بکنم، تو پس گفتی نقشه بس میدونی چیه، درسته؟ بله. اگه تو تهران گم بشی بخوای یه جایی بری بدون نقشه چطوری خواهی رسید؟ یا جی پی اس نخواهی رسید. حالا اومده رفتی تو مغازه نقشه خریدی، تو فرض کن شمال تهران هستی، میخوای بری تهران پارس. اینا رو من بستر میزدم چون اسمایی هستش که از 50 سال پیش تو فکرمه. فقط میخوام به بچه ها مثل بزنم. یه میخوای از تهران بری شمال، یه نقشه میگیری دستت، میگه این فلان اتوبان و جاده رو برو بری رو شد. ولی این سوال من از تو دارم، آیا نقشه شهر چه به دردت میخوره اگه توی جنگل گم شده باشی؟ هر چیزی به جاش، هر پلنی برای همون مقطع همونجا. کاملا. و بعضی بچه ها مثلا موفقیت رو میخوان داشته باشن، میخوان انتخاب بکنن موفقیت رو، و میدونن که همه بهشون گفتن بابا اگه ما موفق بشی تو این پایینی، باید بیایم بالا. و طرز فکر مردم چیه؟ من یه پله احتیاج دارم، یه نردبون احتیاج دارم که برم بالا، برم طبقه بالا. با پله باید بری دیگه، یا با آسانسور، حالا بگیم اومد با نردبون. ولی مهم اینه تو اومدی نردبون پله پله رفتی بالا، رسیدی سقف، رسیدی به پشت بوم، تازه متوجه میشی که نردبونت برخلاف خونه بغلیه، نه پشت بومی که تو میخوای بری، چون بالا رو نمیتونستی ببینی. دقت کردی؟ 5 سال 10 سال زندگی تو گذشت، دنبال یه کاری رفتی، دنبال یه شغلی رفتی، دنبال چیزی رفتی که اون نتیجه که میخواستی به تو نرسون، چون از اول پلنت کامل نبود. من خودم واقعا احساس موفقیت خودم رو روی این میذارم که و بگم موفقیت فقط خلبان بودن و کاپیتان شدن و درآمد نیست. در هر شغل موفقیت نمیتونی باید ستاره باشی خاص. بله،
موفقیت باید جسمی باشه، باید معنوی باشه، باید پول باشه و باید عرفانی باشه. همه اینا انگار که تو یه میز در نظر بگیری که 4 تا پایه داره، تو اون 4 تا پایه رو باید داشته باشی. بگیر یه columns of success. من نمیتونم پولدار باشم، میلیاردر باشم، ولی وزنم باشه 200-300 کیلو، چون قلبت که بین خواهد رفت. نمیتونی بگی من پولدارم، قیافه و هیکلم هم این راک میمونه، یا آقای فلان آرنولد شوارزنگر که تو بازی بدنی دنیا اول شده بود، از لحاظ جسمی هم خوب باشی ولی زندگی شخصی تو خراب باشه، زنت با یک کس دیگه باشه، بچه‌هات حامله بشن سن 12-13 سالگی، یا برن تو مواد مخدر، اونم موفقیت نیست. حالا نمیتونی بگی من هم پول دارم، هم مشروعیت دارم، هم خانواده خوب دارم، هم بچه هم خوبم، ولی مردم کشور من از من متنفرن. اونم باز موفقیت نیست. میگم موفقیت فقط یه صحبت پول نیست. موفقیت باشه این پایه ها رو اگه که بذاری 4 تا 5 تا پایه، من همه اینا رو دارم سعی میکنم تو فکرم فارسی ترجمه کنم، شاید به نظر جالب نیاد، ولی اینکه موفقیت کالم‌های مختلف داره، پایه های مختلف داره، شما تو هر کدوم اینا باید خودتو بیاری بالا. و این چیزایی هستش که من دوست دارم به مردم یاد میدم. از صحبتاتون ثانیه به ثانیه لذت میبریم. من یه نکته رو من جلوم یه دفتر گذاشتم، فقط دارم یادداشت میکنم. من یک پوزش از تمام بیننده‌های عزیز میخوایم چون تمرکز داشته باشیم به صحبت‌های کاپیتان، کامنت‌ها رو ببندم که صورت مثل ماه شما رو ما ببینیم. از همه شما بینندگان عزیز عذرخواهم و عرض ادب دارم خدمت خانم مهنوس وفایی عزیز که تا دقایقی دیگه میان کنار کاپیتان رو یه گپ گفتی هم با ایشون داشته باشیم. کاپیتان، زندگی نامه شما، اون موفقیتتون در تمام سایت ها، اصلا گوگل نزدیک 40 صفحه من مور میزدم نکس میزدم. میخوایم تازه اولشه خیلی خوب داره میفته. آره، یه مطلبی رو میخواستم بگم، چون ما باید درس بگیریم. من شما رو قطعا از نزدیک خواهم دید، چه من بیام امریکا چه شما اروپا، قطعا میایین میبینیمتون. اما شاید این اتفاق برای این جمع 200-300 نفری به ندرت اتفاق بیفته. بعد ساله اساسی بکنم، بچه ها دست پر شما رو تخلیه کنیم، انرژی بگیریم، فردامون یک لااقل 250 نفر انسان متفاوت باشیم. شما میون صحبتاتون فرمودید که بشریت رو دوست دارید، انسان ها رو دوست دارید. این کاملا در پستاتون، نوشتهاتون، همه چی مشخصه. ولی من در خاطرات شما که خوندم، در صحبت ها و مصاحبه، خاطره نه مصاحبه های شما که خوندم، نوشتین من زمانی که تو کاکیک بودم و این اتفاق افتاد تو کاکیک که متوجه شدیم، بوینگ 777 که من درایوش میکردم در حالت عادی 364 مسافر میگیره. بعد آقای اد که پشت سر من بود و اون روز اتفاقا اون همکار شما مرخصی میرفت و صندلی‌ها پر بود آمده تو کاکیک، ما میتونیم بگیم یک نوع همه چی دست به دست هم داد که این اتفاق جز اون 5 ستاره طلایی شماست. زمانی که به برج مراقبت اعلام کرد 381 مسافر داره، شما یه لحظه، درسته انسانی که تصمیمات سخت میگیرین، ولی در اون لحظه به خودتون بیشتر اومدید. درست. و خیلی ریز بینم، نه؟ خیلی درست بگیره، چون واقعا داره همون چیزی که مهمترین آره اتفاق که اون روز افتاد، خب، تو داری به همون خیلی داری نزدیک سانحه برای هر هواپیمایی احتمال داره، برای هر وسیله‌ای، اصلا هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته و شما به عنوان یک خلبان قطعا زمانی که میشینید پشت پایلوت اونو در نظر میگیرید، خدای نکرده ممکنه این اتفاق بیفته. در نتیجه وقتی به شما با تأخیر هم حتی متوجه شدید که موتور منفجر شده، در فاصله 320 کیلومتر دور شده بودید، بعد که این آقای اد تازه میگه شما 381 دادین، دوباره به خودت میای، انگار یه دوره دیگه درسای دانشگاه، تجارب 30 ساله 40 ساله، و اونجا گفتی امروز روز مرگ من
نیست. کاملا. اینو ارتباط بدیم به تصمیمات مهم در لحظه‌ای که اصطلاحاً میگن مدیریت بحران. شما در مدیریت بحران بهترین تصمیم رو گرفتید و در بین هزاران خلبان برترین خلبان دنیا شدی. باور کنید من صحبت میکنم دوستم داد بزنم، درسته 3 سال 4 نه 5 سال گذشته، اما اگه من کم و کس یا اشتباه گفتم شما اصلاح کنید. ولی من میخوام بگم مدیریت بحران رو به ما آموزش بدید و اگه دوست دارید اون صحنه رو. بله مدیریت بحران همین که گفتی. ببین quality of our life depends on the quality of the decision. quality زندگی شما بستگی داره به تصمیمایی که تو زندگی تو میگیری. همه ما میتونیم الان برگردیم 5 سال 10 سال گذشته رو نگاه کنیم، یه تصمیمایی تو زندگی گرفتیم که مسیر زندگی ما رو عوض کرد. اون دیسیژن، اون تصمیمی که من اون روز گرفتم، وقتی که همونطور که تو گفتی هواپیما 364 نفر توش جا بیشتر نمیشه، بعضی میگن پس کاپیتان دیوانه شدی، 381 نفر از کجا اومد؟ من میتونم جواب بدم. نه بچه ها وزنشون بچه های کوچی که جسم یعنی روح هستن ولی جسمشون اونقدر وزنی نداره که به ویت اند بالانس هواپیما اضافه بشه. یعنی اینا مادرایی بودن که این بچه فرض کن 1 ماه 2 ماه دستشون بود، they are souls on board، یعنی زنده هستن، آدمیزاد هستن ولی وزنی ندارن که بخواد اون جامبو جت رو وزنش رو عوض بکنه. کسایی یعنی تو من و چمدونام و اینا باید ویت بشه. ببین درباره بوئینگ 777 بگم چند تا چیز. اولا که اتفاقی که اون روز افتاد تا حالا هیچ وقت تو زندگی 777 اتفاق نیفتاده بود و هر ایمرجنسی که ما تو سیمولیتر تمرین میکنیم هیچ وقت اینطوری نبود که دهن موتور باز بشه، اون کاولینگ اصلا سپریت بشه. اصلا وقتی که موتورها رو میسازن اینا توش یخ میندازن یا مرغ یخ زده یا این کنیدین گیس میگن، یعنی مرغ پرنده های 10-15 کیلویی دقت کردید که یخ زده هست با سرعت 500 مایل 1000 کیلومتر در ساعت میندازن تو موتور هواپیما. اینا رو یوتیوب شما میتونید چک بکنین، میندازن تو موتور هواپیما منفجر که میشه ولی اون بدنه پشت اطراف چیز مال هواپیما اون هنوز کانتیند هست، یعنی سوا نمیشه. وقتی که بچه‌ها چیزو ببینن، خانم وفایی من میکروفونشون مثل که مشکل بفهم میکروفونشون باز باشه. وقتی که اون موتور که منفجر شد انقدر این انفجار بد بود که اون بدنه اطراف موتور نتونست خودشو کانتین بکنه، اونا هم باز شدن و این اتفاق که اون روز افتاد تو دنیا اتفاق نیفتاده بود. اولین باری بود که برای 777 اتفاق افتاد و چیزی که برای ما کار خیلی مشکل تر کرد، من روی دریا بودم، فرودگاهی وجود نداشت. اگه اون بالای امریکا بود یا بالا اروپا بود ما چرخ میزدیم سرکل میومدیم پایین میشستیم، چون از اون ارتفاع 36,000 فوتی هواپیما که گلاید بکنه هر 20 مایل 50 مایل 100 کیلومتر یه فرودگاهی وجود داره ولی روی اقیانوس فرودگاه وجود نداشت. و اینطور هم بهت بگم، اینطور یه آماری یکی به من داد، از هر 70 میلیون بشریت تو دنیا، اگه بگیم 7 بیلیون میلیارد آدم هست یا 8، از هر 70 میلیون 80 میلیون یک دونه کاپیتان 777 هست. دقت کردی؟ این یه آماری بود که به من دادش دیروز بود. و وقتی که تو اون هواپیما هستی، وقتی این اتفاقا میفته، تمام ترینینگی که تا به یونایتد به من داده بود تا اون زمان به یه طرف، ولی چیزایی که زندگی به من یاد داده بود، پدرم بهم یاد داده بود، مشکلاتی خودم با دنیا و زندگی داشتم، اونا از یه طرف دیگه. این هواپیما فلایبل نبود، یعنی اون بال سمت راستی که تو تکون بکنی موتور که منفجر شد. ببین تو وقتی موتور هواپیما یه دونه‌ش از بین میره 50% نیرو یا انرژی رو تو از دست نمیدی. اگه بگیم 2 تا موتور داره بشه 100%،
بعضی من خب یکیش که بین رفت میشه 50%ش کم میشه تا 50%. نه، تو هواپیمای تون انجین در حقیقت 80% کنترلابیلیتی از دست میدی، تو فقط 20% داری، یعنی مارجین تو خیلی کمه. و به اضافه اون چون ارتفاع ما و بالای دریا بودیم، میان تو فرودگاهی ابرا وجود نداشت. بعد به ابرا اضافه تو ابرم رفتیم، اتوپایلوتمون هم از بین رفت، آتوتراتور من از بین رفت. یه سیستمی هم هست میگن تک تراست منیجمنت سیستممون برای رادرمون از بین رفت. ببین همین رو که از بین رفت، تازه تو ابر ابر مردم میگن چه فرقی داره. ببین تو اگه ماشین داری میرونی تو اتوبان هستی، فکر کن که اول از سرعت 1200 کیلومتر در ساعته، بعد یکی بگیره جلو شیشت رو ببنده، یه پرده بذاره، بیرون هم نتونی ببینی، بعد هر پیچ اینا که باید انجام بدی فقط تو مغزت باید باشه، با سرعت 1200 کیلومتر در ساعت. به اضافه اون فقط جون خودت که نیست، جون کمک خلبانته، اون یکی پرده نشسته است، مهمانداراته و 374 نفرم اون پشت. این بود که من توی یک مصاحبه گفتم انگار که یک کسی آب سرد و ریخت روی گردن یا سر من. یه دفعه به خودم اومدم که بابا این زندگی من فقط نیست، زندگی 380 نفر به اضافه خودم 381 بشین دست من امروز. و من نمیتونم یه تصمیمایی بگیرم که نتیجه این تصمیمات طوری بشه که خدایی نکرده این هواپیما سقوط بکنه. چون همونطور که دیدین، حالا من نمیخوام بگم خلبان برتری هستم، چرا ولی نگیم؟ منظور این که خیلی اتفاقا افتاده که خلبان اشتباه کرده و خیلی مردن، میدونید، یا هواپیما تصادف کرده یا بد پلنینگ بوده یا موتور هواپیما خراب شده یا هواپیما خوب بوده ولی خلبانی که پشتش بوده اونقدر اعتماد به نفس یا دست فرمانش خوب نبوده که نتونست کنترل بکنه. من تو زندگی خب من خیلی آدم معنوی هستم، اسپریچوال هستم و خیلی با نیچر حال میکنم، با طبیعت. من راک بالانس میکنم. فکر کنم دیدی توی یکی از اون ویدیوها مال من تو بود یا چیز، یعنی یه تخت سنگ رو من میگیرم بالانسش میکنم. بله. شما دانمشی کمربند مشکی کاراتای مدیتیشن رو خیلی حرفه‌ای انجام میدید. بله. و یکی از بچه‌ها ببینید خیلی جالبه، کاپیتان یکی از سرگرمیاشون سنگا رو برمیدارن، اینا رو اصطلاحاً در فیزیک میگن اون مرکز سه، اینا رو بالانس میکنن، یعنی سعی میکنه خود چیزی که واقعا خیلی فکر میکنن نمیشه و اگر کسی مثلا تو تلویزیون میکنه میگن شعبده بازی، اما کاپیتان رو تعادل کار و بالانس کار میکنه. خیلی مهمه. من نمیدونم عکسش اینجا داشته باشم برات نشون بدم یا نه، ولی اینکه مهم اینه که بچه ها متوجه بشن این بالانسی که وجود داره. من همیشه میگم همه چیز تو زندگی یه بالانسی داره، حتی یه سنگ مرده که ما میفکریم سنگ مرده است یه جسمی هستش که مثلا روح نداره توش. I say everything in life has a balance, even a dead rock. رو همین هستش که وقتی نگاه که میکنی، یعنی وقتی بالانس درست میکنی با نیچر تو خیلی هماهنگ میکنی. یه کار دیگه من میکنم سیلینگ هست، اون کشتی بادبانی هست که با نیچر که فقط طوری درست میکنه دکلتو میذاری بالا، سیلو میذاری بالا و باد تو رو تو دریا میبره بدونی که موتور استفاده کنی. ببین این بالانس و اینا اون روز و بلک بیلت کاراتو و مدیتیشن خیلی کمک کرد، چون ایروپلین ما، هواپیمای ما بالانس از دست داده بود، بال سمت راست من پرواز نمیکرد و حول محور طولی گفتیم داشت میچرخید هواپیما. آره دیگه. تو فکر کن یه هواپیما داری، تو یه دونه عکس کوچولو دارم هواپیما نشون بدم بهت. من عرض ادب دارم خدمت خانم مهنوز. خانم مهنوز عزیز، آوردیم بالا، دوربینتون روی لپتاپ بود و میکروفونتون رو ببندید. من مجدد شما رو اینوایت میکنم. بانوی عزیزی که باز یک تاریخ هست،
پذیرایشون هم کنار جناب آقای بهنام عزیز، کاپیتان بهنام خواهی. لطفا پس دوربین رو به سمت خودتون باشه، مایکروفونتون رو ببندید، تشریف بیارید کنار ما. بله بگیم جامبو جت و فاصلا بیبی جت. هواپیمای جامبو جت کوچولو با. ببین این هواپیما وقتی این دوتا موتورش که هست هر کدوم اینا 90,000 اسبه. در یه چیزی هم بگم، شما اگه بوینگ 737 یا ایرباس A320 بدنش کلفتیش توی موتور جا میشه. واه این موتورهای غول پیکریه. واه. و هر کدوم بین 90,000 تا 115,000 اسب قدرت داره. بعضی هم میپرسی میگی F-16 و هواپیمای شکاری هستش F-16 چقدر قدرت داره؟ چون اونطور این راکت میره اینا، اون فقط 23,000 اسب داره. یک مقام 1980 تولید شد. آره 23,000 اسب. هواپیمای ما 10 برابر اون قدرتشه. در حقیقت قدرت این هواپیما از اون سفینه‌هایی که اول 50 سال پیش فرستادن فضا، موتور ما قدرتش از اون بیشتره. و وقتی که منفجر میشه این یکی که 90,000 اسب داره میکشه جلو، هواپیما رو اینطوری کرد که برگرده پشت سر بزنه. و این بود که اگه پشت سر یعنی اینطوری میشد، احتمال برگشتنش خیلی 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 کم می بود و من نمیتونستم اون هواپیما رو برگردونم. وقتی که کنترل اومد دستم، چون هواپیما داشت پشتک میزد، وقتی برش گردوندیم تازه متوجه شدیم که اتفاقی افتاده، ولی نمیدونیم این اتفاق چی هست، چون نمیتونی موتور رو ببینی. صدش بگم حدود 30 متر 40 متر پشت توی موتور هست، نمیتونی کلتو کج بکنی بال هواپیما رو ببینی. ما نمیبینیم این چیزا رو. تنها چیزایی که من دارم جلوم اینسترومنت هواپیماست. واسه همین گفتم وقتی ما هواپیما رو میرونیم انگار که تو ماشین نشسته باشی، ولی شیشه جلو رو یکی مه بزنه یا بپوشونه با پارچه و با 1200 کیلومتر در ساعت تو باید تصمیم بگیری. و این اتفاق هم که افتاد شما اینسترومنت هم نمیدیدید، حتی صدای همکاراتون هم نمیشنیدید. نه انقدر اینسترومنت ما شک شده بود که نمیده. اونجا بود که من انگار که از جسم خودم اومدم بیرون. من این نقطه رو میخوام. موشن من میدیدم، من دهن پالو میدیدم صحبت میکنه یا دست اد اینا و میدیدم، ولی اون 30 ثانیه اول هواپیما داشت پشتک میزد، بدن من میگفت که برخلاف اون این کارو بکن، یعنی left aileron left rudder. دقت کردی؟ سیستم اتوپایلوت هم از کار افتاده. شما همه همدی قوی بود که از اتوپایلوت گفت خداحافظ ما رفتیم. وای اصلا بعد تصورش که اون بالا هستش وقتی همه چی درسته حالت کروز مثال داره. دقت کردی؟ و وقتی اتفاقی که میفته شروع میکنه تکون خوردن و از مسیر خارج شدن، برای من بدنم میگفت تو ایلوران رو بیاری سمت چپ، راده رو پوش بکنی، ولی مغزم داشت به اینسترومنت نگاه میکرد و به همه چی نرمال هست. دلیلی هم که همه چی نرمال هست این بودش که کامپیوترهایی که این مسیج رو میفرستن به کاکپیت از موتور همه کنده شده بود از موتور، دیگه چی وجود نداشت. و اون تصویری که من داشتم میدیدم در حقیقت کاذب بود. برای 35 ثانیه اون تصویر همونطور موند که این بزرگترین 35 ثانیه زندگی من بود، چون مغزم و بدنم و هر احساسی که داشتی با هم هماهنگ نمی‌کرد. بدنت میگفت این کارو بکنی، مغزت میگفت چرا این کارو داری می‌کنی، همه چیز اوکیه. رو همین حساب یه حالت بین چی میگن، یه حالتی به من دست داد که اصلا مثلا انگار تو این دنیا نیستم، تو این زمانه نیستم. یعنی همه چی حالت تانل ویژن شد، فوکوس شد. من زندگی خودم رو دیدم جلوی خودم. یعنی خانوم وفایی اگر میکروفونتون رو ببندید صدا بر میگرده.
من نمیدونم صدامون دارن خانومه؟ اگه بخوام با خودشون گوش بکنن نمیشه. من دیدم بچه هم که وقتی دنیا آمدن احساساتی که تو زندگی خیلی بر من مهم بود اونا رو تونستم دوباره ببینم. بچه هم که دنیا آمد، پدرم که مریض بود و یه چیزی که بر من خیلی خیلی مهم بود این بود که اون زمان پدر من خب تو زندانهای سیاسی زیاد بود، دقت کردی؟ خیلی حدود بین هم زمان شاه هم زمان آخونده حدود 20 خورده ای سال تو زندانهای سیاسی اوین بودش و تنها دلیلی که تونست زنده بمونه و بیاد بیرون این بود که وقتی با همدیگه رو بعد از 20 خورده ای سال دیدیم به من برگشت پدرم گفت که من همیشه به خودم میگفتم که تو این زندان اوین من نخواهم مرد چون تنها یه پسر دارم و ندیدمش و خداحافظی نکردم. منم اون بالا تصمیمی که گرفتم امروز روزی نیست که بمیریم، به اضافه این که I had some unfinished business، یعنی من خداحافظی با پدرم نکرده بودم و همون بود اون چیز به اون کوچولویی اون قوت رو به من داد که نذارم امروز یعنی همه ما بین بریم. اون قدرت رو به من داد که من باید برم پدرم ببینم و خداحافظی بکنم و 2 ماه بعد از این جریان پدر من فوت کرد. و از تاسف میکنم برای بابت و نه مرد بزرگی بود و خیلی چیزا به من یاد داد، مخصوصا چیزی که این چرچیل رو خیلی دوست داشت، همیشه به من میگفت never give up. و این مسئله این به بچهای ایران من میخوام بگم فکر امروز و فردا رو نکنیم بچه‌ها. never give up. هیچ وقت تسلیم نشین چون کاری که باید بکنی امشب برسه شبتو بذار سرتو بذار بخواب فردا روز جدیدی خواهد بود، اصلا معلوم نیست فردا چه اتفاقی بیفته. من به تمام ایرونیای عزیز قول میدم که عوض خواهد شد، واقعا قول میدم. همونطوری که قول میدم فردا خورشید خواهد اومد بالا. اینقدر واضح، اینقدر کلیه. سلام خانم معنوس وفایی عزیز دل. امشب بچه ما در خدمت اصلا رو آسمونیم، هم به من هم از لحاظ روحی رو آسمونیم هم از لحاظ فیزیکال و واقعی. مهمانان من فرشتگان آسمانن، یکی کاپیتان کریستوفر بهنام که فرشته نجات بودن، یکی دیگه یادگار افتخارات ایران خانم معنوس وفایی. عرض ادب، خیلی هم خوش اومد. سلام کاپیتان. سلام معنوس خانم، حوالتون من میکنم. قربان شما، خوب هستید؟ متشکرم از دوستون، از آشناییتون بی نهایت خوشحالم. قربانتون، منم خیلی درباره شما شنیده بودم و زمانی که برای ایرانر کار میکردید. بله متشکرم. من این افتخار داشتم که در زمانهای بسیار خوب سالهای 60 و 70 پرواز میکردم. الان شما راجع به 777 صحبت میکردین، من راجع به 727 فکر میکردم که اولین جتی بود که وارد آسمون شد. کاملا درست میگی. و یه چیز جالب من بهتون بگم، من بچه که بودم درباره هواپیمای خلبانی که اینا میخوندم منم عاشق 727 و 747 بودم و وقتی که اومدم یونایتد تازه متوجه شدم یونایتد ایرلاینز اولین شرکت هواپیمایی دنیا بود که بوینگ 727 رو دریافت کرد. بله خیلی جالب. ولی و من که تونستم اون هواپیما رو پرواز بکنم. اولین بوینگ 727 که تو دنیا آمد برای یونایتد بود، من تو کاکپیت اون نشستم که خب صد هواپیما از من بیشتر بود، تونستم هواپیمایی که بچگی درباره‌اش شنیده بودم توش بشینم و پرواز کنم. اون موقع من پرواز میکردم. قربانت برم. اون زمان قبل از اینکه هواپیمای 727 رو خریداری کنه و سفارش داده بودن، قبل از اون 2 تا 727 و فروند 727 اجاره کردن. آها. و سال فکر میکنم 1967 ما بوینگای 727 رو دریافت کردیم
و بعد اولین خط پرواز جت تهران به لندن رو من افتتاح کردم. قرار بود که آقای نخست وزیر هویدا افتتاح کنن و ایشون این افتخار رو به من دادن که من به جای ایشون به نوار رو به قطع به کنم. و روز بعد مجله ها، روزنامه های انگلیسی اون زمان، کیهان انگلیسی و اطلاعات، زیر اون عکس من نوشتن substitute. I was substitute for prime minister. پرایم مینیستر ایران. به بله، به من به. جانشین. پس هر پروازهای 727 از تهران به کجاها میرفت اون زمان؟ به اروپا بیشتر. اول برای اروپا شروع شد، چون من از زمانی پرواز شروع کردم که هنوز جت در ایرانر نبود و اصلا در آسمان نبود. من با DC3 DC6 و وایکان شروع کردم به به به. و الان خاطره که هواپیماهایی شما که از دست دادن یک موتور رو 777 صحبت میکنین، من خاطره از DC3 دارم که از پرواز تهران به کرمان با DC3 داکوتا، نمیدونم یادتونه یا بله، نشنیده بود، DC3 با C47 خیلی. یعنی فول پرواز پر هواپیما 28 نفر مسافر بود به. و ما نزدیک کرمان یک موتورمون رو از دست دادیم. جدی. بله تونستیم با یک موتور روی کرمان بشینیم. یکی از خاطرات خیلی جالبی بود و بعد چطوری اون هواپیما رو با یه موتور برگردوندیم به اصفهان، البته خالی. آها. یه هر چیزی بهتون بگم خیلی جالبه که منم این چیزها رو خیلی دوست دارم. هم میگه هواپیمای قدیمی و اینا. این بوئینگ 777 که نگاه میکنین، از این بالش تا این بالش خب یه مسافتی هست، درسته؟ و اون این خیلی دومش از این ور دوم تا اینجا یه مسافت انقدری هست. این بال کل 737، ببخشید، بال کل DC3 نصف این دوم هواپیمای 777. من با DC3 تمام مناطق نفتی ایران و من به خصوص مسجد سلیمان، آقاجاری و جنوب روی خلیج فارس، بندر بوشهر، چاه بهار، جزایر خارک، جزایر لاوان، روی همه اینا رو من پرواز کردم و روی اقیانوس، روی خلیج من فارس پرواز کردن من برای اصلا همین بی‌نظیر بود ساب از این. تایتل من برای همین ساب تایتل بنر انانسمنت خانوم وفایی رو نوشتم در تونل زمان. جناب کاپیتان میدونی چیه میگم؟ همه آدما سر راه هم قرار میگیرن، یه حکمتیه. من بعد از سالها خب ایران نرفته بودم، رفتم استانبول دیدن خانواده. سرکار خانم وفایی سر یک دوست ثالثی ما باشون آشنا شدیم. جمعا هم من یه رو دیدمشون، اما در اون یه بیشتر رو بود آقای پارسا. بعد بیرون نشستیم، بعد از رستوران بیرون آره رستوران راست میگین، نشستیم راست میگین، چای آره میخوردیم. آره درسته. حالا مثلا یک دو سه ساعت بعد عکساشونه که به من نشون دادن، خب برای همین گذاشتم تونل زمان. مهمانداری برای مهمانداری هم شغل بسیار 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 حساسیه و در بین اون همه مهماندار، هزاران مهماندار پروازهای رویال ایران ایر اون زمان. کاپیتان شما هم بچه بودید اون زمان. آره دیگه. یعنی بچه نبودید ولی جوان بودید. بعد مهماندار پروازهای رویال اون زمانی که ایران ایر اول دنیا بود. یعنی من عکساشون رو دیدم، تمام رؤسای جمهور ایران دنیا رو ایشون پرزنت کردن، میزبان بودن. شاه ایران فقط پروازی بودن که خانم معنوس داخلش نه، یعنی داخل بالا همون و پرواز بالا. بودن. بله. بله. واقعا من باعث افتخار دیدنتون، واقعا باعث بله افتخار. من احساس کردم امشب واقعا این تونل زمان اسمشو بذارم. و هر دوی شما دو عزیزم در امریکا هستید، امیدوارم همو ببینید. البته مثل یکی شرق یکی غرب و فاصله دارید. من فقط از خانم معنوس یک سوالی بکنم که وقتشون هم زیاد نگیرم. شما هم در بین مهماندارها موفق ترین بودین؟ در بین برمیگردم به ببینید صحبت‌های کپتن بهنام و افکار و اون چی که شما بخواین بهش میرسین و برنامه داشته باشین. خاطره ای تعریف کنم براتون. شاید مثلا 13-14 ساله بودم. گاهی ما میرفتیم فرودگاه مهرآباد برای بدرقه یا پیشواز مسافری از دوستان فامیل میرفتم.
اون موقع هنوز ایرانه وجود نداشت. من مهموندارای پنم، BOC، سوئیسر، اینا رو که میدیدم میان و میرن و اینا، چنان به اینا خیره میشدم، چنان با حسرت اینا رو نگاه میکردم و چنان خودم رو تو لباس اینا میدیدم که برمیگشتم به مادرم میگفتم من میخوام مهموندار بشم. بعد مادرم سال همیشه میگفت سال چند؟ من نمیدونم، یادم نمیاد سال چند، خیلی میگم شاید 13-14 سال، کلاس 8م 9م تو این سنا بودم. بعد مادرم میگفت فکر یه کار درست حسابی بکن، این کار خطرناکه. من البته مثل شما یه روحیه بسیار ماجراجویی داشتم و کارهایی که از فکر من میگذشت مثل بقیه دخترای یا جوانای دیگه نبود که میخواستن دکتر بشن، مهندس بشن، معلم بشن، پرستار بشن. کارهایی که من میخواستم انجام بدم اولیش پرواز بود، بعد خبرنگاری بود، عکاسی بود، کاراگاهی بود. اصلا نمیتونم چرا دنبال اینجور کارا میخواستم برم. ماجراجو بودیم. بله، از اولش واقعا ماجراجو بودم. و بعد صحبتایی که شما میفرمودید من میدیدم چقدر افکار ما مشترکه، چقدر من با این افکار آشنا هستم، یعنی چقدر با این روحیه آشنا هستم. تو زمینه امرجنسی، به زمانهای اضطراری که تو ما پیش آمد و بارها برای من پیش آمده، نمونهشی که همین پروازی که گفتم با DC-3 ما کرمان میرفتیم، یعنی اون موقع همه میترسیدن ولی من همش سعی میکردم همه رو آروم کنم. یعنی اون من نبودم، من میخواستم دیگران آروم کنم، نگران خودم نبودم. کاملا شما ببینید حتما اینو حس کردید. کاملا. و بار دیگه پرواز دیگری بود از مشهد عازم تهران بودیم. درست روی تهران که رسیدیم، شاید آخرین دوره که میزدیم، هواپیما توی توربولانس شدید افتاد و ما یعنی زمانی بود که من فصل سیت بلت رو انانس کرده بودم که کمربندها رو ببندین و میخواستم که خودم برم بشینم. هواپیما شاید نمیدونم بیش از 1000 فیت نمیدونم چقدر سقوط کرد، میدونی تو توربولانس. و اون موقعی بود که من کشیده شدم به طرف سقف هواپیما، یعنی سقوط آزاد. بله. و اون موقع کپتن تونست که هواپیما رو کنترل کنه و بکشه بالا و من با سر وسط دو صندلی اومدم پایین. باور کنید اون موقع همه مسافرها رو من چک کرده بودم قبل از که بشینم، با 2 مهموندار دیگه بودم، چون فلایت پرسر بودم اون موقع، سر مهموندار، و متوجه شدم که یه چیزی از یه بالای حترکا اون موقع بسته نبودش، باز بود. بعد افتاد و پیشونی و چشم یه خانومی رو زخمی کرده بود. با اون حرکت، با اون حالی که خودم نمیدونم در چه حالی هستم، تونستم که فرست اید رو باز کنم و با یه گازی و روسری خود این خانوم من اینو ببندم. به هر حال هواپیما تونست بکشه بالا، دوری بزد و در اون زمان اطلاع دادن، آمبولانس اومد، ماشین آتش نشانی بود، ماشین همه چی آماده بودش. و به هر حال این خانم پیاده کردن. تنها صدمه ما این بود که این خانم پیشونی شکافته بود و پیاده شدن و من آمدم رفتم داخل ساختمون، رفتیم اتاق دیسپچ. زمانی که من اونجا رسیدم تازه شروع کرد بدنم لرزیدن، یعنی اون موقع فرصت ترسیدن کردم، نه اون زمانی که اون بالا اون اتفاقات می افتاد. این خیلی قوت شما رو نشون میده، چون بعضی موقع همون بالا که هستن خودشون از دست میدن، خودشون هم پارالایز میشن، نمیتونن کمک بکنن. و همونطور که گفتیم چیف پرسر شدن و بعد 707 هم پرواز کردم، 747 هم پرواز کردم، ولی امرجنسی هایی که پیش اومد فقط زمانهای DC-3 و DC-6 بود. با وایلکانت هم نه. سرکار خانم وفایی عزیز، من میگم کاپیتان افتخار ما، شما قاب طلایی مایین. خواهش میکنم، دوست دارید. به خدا ای کاش این انسان ها ما همه. جانم بفرمایید. یه چیزی میخواستم بگم که ایشون گفتن و واقعا دلم میخواد جوانای ایرانی اینو بشنون. شاید شنیدن ولی
نگرفتن. وقتی ایشون تصمیم گرفت که مهماندار بشه مهماندار و بشه. سر مهماندار بشه، اصلا ایرانر وجود نداشت. بخاطر میخوام بگم قدرت فکری رو نگاه بکن، یه تصمیم گرفت کاری بکنه که نه هم که بهش گفتن به دردت نمیخوره، خطرناکه، اصلا وجود نداشت، ولی تو ذهن ایشون وجود داشت که آینده به جایی خواهد رسید که ایرانن هم به وجود بیاد که ایشون بتونه اون هدفش رو بهش برسه. بچه این واقعا 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 مهمه. تو زندگی هر کاری که بخوایم بکنیم فکر نکنید که تنها چیزی که شما میخواید انجام بدی حتما باید لمسش بکنین و همتن باید ببینین. اگه بتونید تو مغزتون ببینین، بدونین که یه راهی وجود داره به اونجا میرسید، چه پولدار شدنه، چه دوست دخترش گرفتنه، چه شوهر کردنه، چه مدرک گرفتنه، چه پرزیدنت ایران شدنه، اینا در موقع خودش راه به وجود میاد. من همیشه میگم پروردگار هیچ وقت یه دری رو نمیبنده مگر اینکه یه پنجره رو باز بکنه که تو بتونه تو پنجره بیا بیرون و اون چیزی که بهش میخوای تو زندگی برسی. ایشون هم واقعا یه بشر زنده ای هستن که دارن به شما میگن آرزویی که تو قلبشون و فکرشون به وجود اومد، چیزی که احساس کرد که دلش میخواد تو زندگی انجام بده، اصلا اون موقع وجود نداشت ولی به وجود اومد و به خاطر قدرت شخصی خودش تونست خودش به اونجا برسونه، نه فقط مهماندار بشه، چیف پرسر، سر مهماندار بشه. و من واقعا حس میکنم این کانکشنی که ایشون با هواپیما و ایرلاین و کاپیتان داشت و حس میکنم، چون کاپیتان خیالش راحت بود یک کسی پرقدرت اون پشت هست، هر اتفاق اون پشت بیفته ایشون میتونه بهش برسه. و این از خودگذشتگی که فقط به خودش فکر نکنه و جون اون بشر رو تو هواپیما، چه حالا زخمش کم بود یا زیاد بود فرق نمیکنه، به فکر خودش نباشه، به یک کسی دیگه خدمت بکنه، هیچ فرقی نداره. همون احساسی که من داشتم که زندگی من مهم نبود، زندگی 381 نفر. و من ویدیوهایی که میگیرم الان یا تکستایی که میگیرم، حتی دیشب یه خانم نوشت کاپیتان من تازه این ویدیوی شما رو تو یوتیوب دیدم بعد از 4 سال و من و شوهرم تو هواپیمای شما بودیم. عکس خودش رو، بچه هاش رو، نوه هاش رو فرستاد، گفت اگه تو و کروی تو نبود اگه تو و کروی تو نبود ما الان تو این دنیا نبودیم. خدا چی بگم، ذکرت باشه، خدا پشت و مواظبت باشه. پناهت باشه. در تایید تمام صحبت های شما چند تا عامل من میخوام که ذکر کنم و نباید نادیده گرفت. یکی علاوه بر روحیه و امکانات اجتماعی خیلی مهمه، شرایط اجتماعی که اون موقع آزاد بودن این اجازه رو میداد که هر کسی هر کاری، البته من برای خودم و در ایران این مسئله میذارم، در مورد شما صادق نیست، بتونم تصمیم بگیرم. حمایت خانواده خیلی مهمه و آموزش خیلی مهمه. من وقتی که شروع کردیم برای آموزش هایی که داشتیم، چه از لحاظ امرجنسی چه از لحاظ سرویس، بهترین مربی‌ها داشتیم. البته مدیریت ایرانر اول با منیجمنت پنم شروع شد کاملا که بعدها مربیان ایرانی هم پرورش دادن. یه تاریخچه خیلی مختصری خیلی کوتاه از ذکر کنم. قبل از به وجود آمدن ایرانر که سال 62 بود، فکر میکنم مصادف با سال 40 شمسی میشه، 2 تا شرکت خصوصی هواپیمایی در ایران فعال بودن و پروازاشون خیلی محدود بود، پروازهای محلی، پروازهای داخل ایران و باربری. و بعد با وجود آمدن تصمیم به وجود آمدن ایرانر، اون 2 تا شرکت با هم ادغام شدن و ایرانر رو به وجود آوردن و شروع شد توسعه ایرانر. ولی آموزش هایی که برای ما داشتیم به قدری جالب بود که الان من فکر میکنم که در ایران در چه وضعیتیه،
چون اون آموزش ها طوری بود که برای من هنوز که به عنوان مسافر هواپیما میکنم آمادگی هر نوع امرجنسی رو دارم. میدونین اینجور تو روح و جسم و خون ما این آموزش، و هر 6 ماه یک بار ما ریفرشر کورس داشتیم برای به کار بردن اسلاید، برای پروازهای روی اوورسیز، به کار بردن جلیقه نجات. ما تمام کرو میگفتن فامیلتونم بیاریم به عنوان مسافر، مایو میپوشیدیم میرفتیم داخل استخر، لایف رفت و باز میکردیم، تمرین میکردیم. این آموزش ها الان کجاست تو ایران؟ وجود نداره. اصلا نمیدونن چیه مدیران هواپیما. خانم مهنوز شما بسیار بزرگید. من وظیفه خودم میدونستم به عنوان یه یادگار اوج، یادگار عظمت ایران ایر به معنای واقعی هما بوده. بچه بهتون بگم من انقدر چهرهای مفاخر ایران رو دوست دارم، من حتی با یکی از بستگان طراح لوگو هما انشالله لایوهای بعدی در خدمتشون خواهیم. بله یکی از نزدیکان ایشون در خدمتشون خواهم بود که اصلا هما چگونه شکل گرفت انشالله در لایوهای بعد. هنوز بعد از ببینیم. عالی عالی عالی. من از شما تشکر میکنم به لایو ما جوین شدین خانم مهنوز. یک دیدار باعث افتخار بود برای این دعوت و همچنین آشنایی با کاپیتان بهنام. باید ستایی ما با هم یه پرواز بریم، اینجوری نمیشه. یه راهی پیدا کنیم که این بشه. خدا رو شکر شما بارسلون اومدید، اسپانیا اومدید خانم مهنوز، قبلا گفتید. کاپیتان هم که تمام دنیا رو دارن میگردن. لایو 3-4 شب پیش ما انقدر نقاط دیدنی بارسلون رو قشنگ گفتن که توریستا که میان اینجا نمیدونم تیبی داور، نمیدونم خیابون فلان و من شما خیلی تشکر میکنم به لایو ما جوین شدید، دعوت منو پذیرفتید. به رسم بزرگ و کوچیکی به خودم واجب دونستم میزبان شما در این قاب حقیر باشم، در کنار بزرگ مرد تاریخ که بعد از اون هم صحبت کردیم. شما چقدر به نیکی اون شب یاد کردید و خیلی ممنونم. فقط میتونم بگم ممنون. متشکرم از لطفتون. مرسی. خوشحال شدم. واقعا باعث افتخار هستین. خاطراتتون خیلی خوب بود. خیلی من یاد گرفتم، همین از تجربتون، همین از گیو اپ نکردن، و امیدوارم که دخترای ایران چهره شما رو که ببینن بدونن گذشته ایران چطور بود و بتونن تصمیم بگیرن که آینده بهتری برای ایران نوین درست بکنن. انشالله. امیدوارم. مرسی خانم مهنوز، با هم در تماسیم، قطعا صحبت میکنیم. از شما خدا نگهدارتون و مرسی. امروز خانم مهنوز کلینیک هم پزشکی تایم داشتن ولی وقتشون رو شکوندن و کردن در اختیار برنامه ما گذاشتن. خیلی ممنون. خیلی ممنون. مرسی. خدا نگهدار. خب کاپیتان عزیز، دنیا حرف با شما دارم. چه کلاس خوبیه. من درباره موتیویشن بچه‌ها اگه سوال داری من چیزایی بهشون بگم که واقعا آره. من یه سوال دیگه بکنم. خواهش می‌کنم. شما به محض اینکه به اون حدی رسیدید که در بین هزاران خلبان شدید خلبان برتر دنیا سال 2018، ولی همون کاپیتان بهنام شخصیتی حفظ شدید. و میخوام در یه مقوله صحبت کنیم که قطعا دوست دارین، به درد بچه ها هم میخوره. شما صاحب یک آکادمی پروازی هم هستید فکر میکنم. من داشتم اینو یه زمان گذشته داشتم، الان نه، ولی شاید در آینده دوباره بخوام بعد از بازنشستگی این کارو بکنم. ولی خب هستن دوستایی هستن، کسانی هستن که شرکت‌های هواپیمایی دارن، مدارس هواپیمایی دارن و قصد من اینه که با اونا لایو بذارم که بچهای ایران بتونن ویزا بگیرن بیان اینجا تو امریکا و درسشون رو بخونن. یه سوال، اگر همه چی درست بشه و اون نگرش ها عمقی باشه که دقیقا هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، قطعا شما بخواید اگر سر جای خودتون بعد از بازنشستگی قرار بگیرین باید شخص اول هواپیمایی ایران باشه، میپذیرید یا نه؟ بله، کاملا بدون اغراق یا بدون تصمیم سریع. yes
جوابش هست yes. من اصلا یه بیزنس پلان درست کرده بودم برای آینده ایرانر یا ایرانیان ایرلاینز که 250 تا هواپیمای بوئینگ توش خواهد بود، 50 تا 747 800، 100 تا بوئینگ 777، 50 تا بوئینگ 737 برای داخل ایران. این خودش پکیجش 90 میلیارد دلار اینوستمنت خواهد بود برای بوئینگ. من واقعا دلم میسوزه که میبینم دولت ایران برای ایوییشن ایران هیچ ارزشی قائل نیست. ایران الان بالای 85 میلیون جمعیت داره و تمام اینو گرفتن دادن به شرکت های امارات ایرویز، ترکیش ایرلاینز، قطر ایرلاینز که میان تو تهران، میان تو ایران، مسافرهای ایران رو میبرن جاهای دیگه. این باید ایران برای ایرانی باشه و هواپیمای ایرانی باید ایرانی‌ها رو جای دنیا ببره به غیر از بقیه. من یه زمان با شرکت هواپیمای شخصی خودم رو تو امریکا داشتم، یه سمال اینترنشنال ایرلاین داشتم تو فلوریدا، ولی خب به خاطر جنگ عراق و پول بنزین و اتفاق 9/11 و اینا خیلی به ما صدمه زد، من بستمش. ولی من همیشه فقط خلبان نبودم، حتی تو روش خلبانی خودم چکرمن بودم، به بچهای دیگه درس میدادم. الانم که هست نه فقط خلبانی 777 میکنم، من معلم 777 هستم. تمام بچه‌ای که میان تو 777 من بهشون درس میدم. به اضافه اینکه چیف پایلوت بودم، به اضافه که دایرکتور اف اپریشن بودم، به اضافه اینکه پرزیدنت ایرلاین بودم، به اضافه اون چیف اگزیکیتیو آفیسر مال ایرلاین بودم. من بعضی میگن خب تو بعضی با صحبت پلیتیکال میکنه، میخوای بیا ایران پرزیدنت بشی. اینا میگم نه عزیز من، تنها چیزی من میخوام اگر ایران بخواد، اگر من لیاقت اینو داشته باشم که به کشورم بتونم خدمت بکنم، میتونم ایوییشن ایران رو از صفر دوباره بیاریم تو. نه فقط خود من کاری که بهترین راز موفقیت خودم میدونم اینه که آدمایی که از من موفق ترن رو میارم توی یه تیم، دقت کردی به حرفشون گوش میدم و ما جلو میبریم. به حرفشون گوش میدم، چه نکته قشنگی. به حرف اینا گوش میدم و برای بهتر رزالت خوب یا نتیجه گیری خوب به حرف اینا من گوش میدم و اینو جلو میبریم. ما راحت عرض 2 سال 3 سال میتونیم ایران ایر رو، شرکت ایران رو واقعا به جایی برسیم که از ترکیش و امارات و قطر بهتر باشه. اونو من کاملا مایلم که انجام بدم برای کشورم. امیدوارم به زودی این اتفاق بیفته و امیدوارم که نه آرزو نباشه، عمل بشه. میتونه یک تکون حرکت میخواد. من به قول میدم این عمل خواهد شد، به قول میدم که همه چی عوض خواهد شد، هیچ چیزی نمیمونه. پدر من همیشه میگفت بچه تو وقتی که خیلی من پدرم دوست داشتم، ولی یه چیزی که باش طرز فکر من و اون یکم فرق میکرد این بود، اون میگفت که عین کوه تو باید محکم وایسی. منم بچگی رو باور کرده بودم که تو باید عین کوه وایسی، ولی وقتی که به طبیعت و عشق و علاقه و نیچر که ریلیجن شخصی من، یعنی دین شخصی من دین نیچر هستش، طبیعت چون دروغ نمیگه، درسته؟ گراویتی جاذبه یعنی میاره پایین. تو هر بالای ساختمان 30 طبقه وایسی بپری بگی من I don't believe in gravity، من اصلا گراویتی برای من مهم نیست، ولی میکشدت پایین، تخت میخوری اون پایین، پخش و پلا میشی. یا که میبینی که نیچر water یا آب پایین میره، بالا نمیره، سر بالا آب نمیره. ببین این چیزایی هستش تو انکار نمیتونی بکنی. انگار که بگم خورشید طلوع و غروبش من انکار نمیشه کرد که خورشید طلوع خواهد کرد و غروب خواهد کرد و فردا باز خورشید بیرون خواهد اومد. اینا رو انکار نمیشه کرد. و پدر چون میگفت به من که تو باید محکم باشی، اوایل من اون رو باور داشتم، ولی بعد که بیشتر خودم متوجه شدم گفتم من دلم نمیخواد این کوه انقدر سخت و سنگین باشم که کسی منو نتونه تکون بده.
من دلم میخواد عین باران باشم. بارون که میاد میخوره به کوه چی میشه؟ قطره قطره جمع میشه، یه راه پیدا میکنه میاد پایین. بعد همون بارونایی که جمع میشه سیلاب میشه، کوه تکون میده. دقت کرد؟ سیلی خواهند شد که این کوهی که جلوشون الان وایستاده که اسلامیک ریپابلیک هست و تکون خواهد داد و کنار خواهد زد. نمیخوام پولیتیکال بشه، فقط میخوام بدونی که اتفاق خواهد افتاد. دست منم نیست، دست تو هم نیست، دست طبیعته، دست همته، دست اراده است، دست اراده و طبیعت هستی و این خواهد شد. فقط دارم میخواد که بچه‌ها بدونن که این همچه اتفاقی خواهد افتاد و نیاد خودشون رو نبازن امروز، چون تنها چیزی که میتونن ببینن به قول معروف 1 متر جلو صورتشون بیشتر نیست. بریم بالای کوه وایسین بچه‌ها، بریم بالای ساختمون بزرگ وایسین، دیدتون فرق بکنه. تو وقتی پایین نشستی به این دیوار داری نگاه میکنی دیدت خیلی کوتاه و کمه، ولی وقتی بری بالای یه کوه تو مازندران تا ابد میتونی ببینی. طرز ویو زندگیتون باید اونطوری باشه که بتونین ببینین و وقتی که فکرتون راحته شروع کنین برنامه‌ریزی کردن برای آینده خودتون. چون کاپیتان یه سوال دارم. بگو. بازم میگم این سانحه اتفاق افتاده، شما با درایت، با تیسوشی، با فکر درست، با مدیریت صحیح بحران و نهایتا همه اینا منجر شد، یک کالکشن شد، خروجی شد تصمیم صحیح. شما این افتخار رو برای کشور ما آفریدید. افتخار به نظر من در وهله دومه. افتخار اول اینه جان انسان ها رو نجات بدید. این بچه من کامنت ها رو هستم، این صحنه این فیلم رو نگاه کنید. میخوام بعد حستون رو بگید. When they landed safely with no one injured, the pilot stood by the door to thank the passengers as they got off the plane. Thank you, folks. Stellar job. I took this video, and at the end, I told my family I loved them. Just heard a really loud bang. It was the right engine went. They're saying brace, 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 and then there was a cheer as soon as we landed. Those pilots should get an amazing. I mean. چه حسی بود وقتی خود شما آخرین نفر خارج شدی براتون دست زدن؟ چه حسی داشتین؟ اولا که بذار یکم بریم عقب‌تر. وقتی رو بانک فرودگاه من نشستم، پال کمک خلبان من زد به دوشم، زد به شونم، گفت کاپیتان you can let go of the control. میتونی کنترل رو ول کنی. تازه اون موقع من متوجه شدم که دست چپ من روی کنترل بود و دست راستم روی گاز. برای 40 دقیقه تکون نداده بودم اینا رو، یعنی هیچ وقت نذاشتم کنترل از دستم بره. دقت کردی؟ تازه اون موقع که متوجه شدم و پال برگشت به من گفت کاپیتان من 40 دقیقه داشتم تو رو نگاه میکردم، چون هواپیما واقعا میلرزید. دقت کردی؟ هواپیما همون معمولی نبود، هی تکون میخورد. گفت من 40 دقیقه داشتم میدیدم که چقدر تو استراگل داشتی که یه هواپیما رو کنترل بکنی و تمام مشکلات که میاد خیلی سموث آپریت بکنیش. دقت کردی؟ من واقعا مونده بودم که بدن تو چطور گیواب نکرد، چطوری از لحاظ خستگی، یعنی اصلا نگفتی، چون اصلا دیگه من اصلا فکر نمی‌کردم آدمی زاد هستم اونجا. میدونی تا این میشن تموم نشه انگار که یه آدم دیگه ای شده بودم. من اصلا یه چیزی بود که قدرتی تو به من به وجود اومده بود که ماورای آدمی زاد و بدنی من بود. اصلا من توی یه فیز دیگه ای بودم. و یه چیزی هم که بچه‌ها به NTSB و FAA گفتن، چون همه ترسیده بودیم، گفت کاپیتان بهنام چیزی مهمترین کاری که توی کاکپیت کرد، اینا خب خیلی نشنیدن تا حالا، کاپیتان بهنام بزرگترین کاری که کاکپیت کرد هر 5 دقیقه بود turn around، موقع برمیگشت به هر دوی ما به چشم ما نگاه میکرد، میگفت چیز
forget what happened. فراموش کن چه اتفاقی افتاد. we are gonna be okay خواهیم بود و focus forward. تمام انرژیتو بذار برای جلو. انگار که من قبلا گفتم اون rear view mirror تو ماشین هستش، میرور داره، آینه رو در بیار، پشت نگاه نکن، هر چی پشت گذشت بذار کنار. دیروز تو امروز نیست، شاه رفت، تموم شد عزیز من. صحبت 50 سال پیشو نکن، صحبت 100 سال پیشو نکن، آینده رو تو نکن. فوکس فورورد. تمام انرژی تو بذار. راز موفقیت من تو زندگی اینه که امروز تمام جسم و فکر من برای امروز و فرداست، نه گذشته که هی منو بیاره پایین و اینطوری بشم. میدونی تمام انرژی میذاریم برای جلو. و برگردیم به سوال تو، چه احساسی داشت؟ و وقتی من پارکینگ بریک رو گذاشتم، انقدر کام بودم، انقدر آرامش داشتم که گفتم دمتون گرم بچه‌ها، دست دادیم، ما همدیگه رو تبریک گفتم 370 نفر اون پشت هستن که برای 40 دقیقه گذشته زندگیشون فکر کردن که تموم شده. چون اون پشت که تو نشستی کنترل دستت نیست. ببین من این چیز ارادت رو داشتم که خیلی آدمای مهمی تو زندگی من، نه زندگی من، آدمای مهمی که تو دنیا وجود دارن مسافر من باشن. تام کروز مسافر من بود، فلان هنرپیشه مسافر من بود، فلان خواننده مسافر من بود، بیل کلینتون از آفیس که اومد بیرون، پرزیدنت امریکا مسافر من بود. زندگی تو دست من بود. متوجه شدی؟ آدمای معمولی هم که میگم برای من شهرت و اینا مهم نیست، فقط دارم میگم که بعضی موقع اون جلو که تو نشستی زندگی چه کسایی دستت هست. و چون این 40 دقیقه بود که مطمئناً اراز روحی به اینا صدمه زده بود، من گفتم با قدرت برم اون جلو وایستم، در رو باز کردم. هر 374 نفری که میخواستن بیان بیرون دست دادم بهشون، ازشون تشکر کردم برای bravery، یعنی شهامتشون. چون بعضی میدونی اونا هم نقش مهمی داشتن، واقعا نقش مهمی. چون همین که مهماندار عزیز ما که الان روی ثبت بوده، به خاطر اینکه ریلیشنشیپ من با مهماندارا و سر مهماندارا طوری بود و خیلی حقیقت رو بهشون گفتم. چون وقتی موتور رو ما خاموش کردیم اینطور نبود که خب تموم شد و بریم بشینیم. از انفجار دوم شد. من یه انفجار دوم داشتی؟ نه انفجار دوم نبود، ولی که انفجار کنده شدن کاور موتور اینا. تمام موتوری که ما سکیور کردیم حالا چی؟ نمیتونم که بشینم 25 دقیقه دیگه من باید این هواپیمای زخمی شده رو ببرم. و باورت بشه یا نه، چون این اتفاق که میفته، ما رو دریا که هستیم، کوستگارد امریکا و نیوی امریکا بهشون گفتن یه هواپیما داره سقوط میکنه. اینا کلکولیشنی که کردن، آماری که برداشتن که این هواپیمای ما اگه اینجا هوایی باشه، هواپیمای ما 25 ماه قبل از هوایی تو دریا سقوط خواهد کرد. سوال کردن چند تا مسافر داری، چقدر بنزین داری؟ آره اینا فکر که ما به فرودگاه نمیرسیم. میخواستن که 25 ماه قبل از اینکه به هوایی دنبال ما بگردن توی دریا. و این خودش خیلی مهمه، چون همین گیواب نکردن این بود که ما این هواپیما رو بشینیم. حالا تو فرودگاه هوایی هم که رسیدیم 3 باند فرودگاه داره، یکیش که بسته بود، یکیش کوچیک بود. فقط شانس داشتیم یک دونه راند فرودگاه بشینیم، چون هواپیما لول هم میتونست باشه. این هواپیما همین که داشت میومد پایین، من فقط میتونستم کمکش کنم بیاد پایین، دیگه نمیتونست لول باشه که من وایستم. رو همین حساب وقتی که نشستیم و همه چی مردم سالم بودن و اینا، من رفتم دم در وایستادم، دست دادم به همشون. اون خانمی هم که بچه کوچولو بغلش بود، با بچه من یه دست دادم، سرشو دست دادم. اینا
خیلی برای اینا مهم بود که بدونن اینقدر ما براشون ارزش قائلیم. چون بعضی اصلا یا از کابین خالبان نمیان بیرون یا خدای نکرده حرف ما تصادف کرده و مردم مردن و دیگه اصلا دیگه چند نفری هم که زنده میمونن هیچ شانسی ندارن. و بگم از جوانش گرفته تا مرد گردن کلفت قوی امریکایی بعضیشون همینطور داشتن گریه میکردن. یعنی 40 دقیقه فکر کنی که زندگی تو تمام شده و کنترل دستت نیست. تمام زندگی تو دست دو سه نفری هستن که جلوی کابین خلبان هستن. و من واقعا میدونم اتفاقی که اون روز افتاد دلیلی بود که من اونجا باشم، چون تمام زندگی من رو آماده کرده بود برای اون 40 دقیقه. به قول امریکایی‌ها I meant to be there. و اون یه چپتر جدیدی تو زندگی من باز کرد. یه دلیلی که بود من اونجا باشم، بتونم این کارو بکنم، چون اتفاقی که بعد از اون افتاده تو زندگی من داره میفته و خواهد افتاد در آینده، این اجازه رو به من میده که خیلی راحت‌تر بتونم احساسات خودم، تجربه‌های خودم رو به مردم نشون بدم. و یه چیزی واقعا باعث افتخار منه، عرض 4-5 سال گذشته با مخاطبایی که من داشتم تو ایران، به خاطر موتیویشن، به خاطر برادر بودن یا پدر بزرگتر بودن یا عموی خوب بودن، 5 تا از این جوانای ایرانی به من زنگ زدن، با من مسیج گذاشتن کاپیتان ما می‌خواستیم زندگی خودمون رو بگیریم، خودکشی کنیم، ولی به خاطر حرفای تو اثری به من گذاشت که امید آینده. افراد موفقی هم اونا، خاطرات اونا رو هم خوندم. بله الان کسایی هستن که این بچه‌ها هم موفق شدن، هم به زندگی عشق دارن می‌ورزن. و میدونم که من شخصا میدونم کسی که تا اون مرحله زندگی میره که میخواد زندگی خودشو بگیره، خودش از بین ببره، وقتی که برمیگرده یه آدم دیگه خواهد بود. من واقعا قبول دارم که برای جامعه ایران این بچه‌ها واقعا مفید خواهند بود و اون بهترین احساسی است که من میتونم داشته باشم. کاپیتان خستتون کردم نه؟ آیه که شوخی میکنی. من بگفتم وقتی که به قول برام چرخم را بیفته من 15 سال میتونم برم، ولی میدونم که وقت کمه. امشب امیدوارم که بچه ها درس گرفته باشن. بچه ها، من بینندگان عزیز، من دقیقاً 2 روزه که این افتخار نصیبم شده که کاپیتان به من اجازه این میزبانی رو دادن. خب قطعاً مطالعه کردم، آنالیز کردم، هم شما مستفیض بشید از صحبت ها، چیزی دستتون بیاد و هم من بتونم به مخاطبین من که بچه های نسلی هستن که امیدوارم نسل سوخته نشن، ماها تلاش میکنیم نسل سوخته نشن. رو همین حساب این شاخه زندگی، این قسمت زندگی، این شاخه درخت از این قسمت زندگی کاپیتانو دستاویز این قرار دادم، هم به ایرانی بودنم بمالم که همچین هموطنی دارم و هم این که یادآوری کنیم از این اتفاق چقدر توش ریزه کاری داره، مدیریت بحران داره که در همه زندگی ما لازمه، هدف و تعیین هدف و آرزو داره. کاپیتان بچه بوده با پدرش میره فرودگاه، یه بوئینگ میبینه بلند میشه تو فرودگاه مهرآباد، میگه روزی من باید بوئینگ 777 رو بلند کنم بشم کاپیتانش رسیده. از اینجا من زندگی شما رو بگم، من اینو از کجا در آوردی؟ کاپیتان میره انگلیس، پاشو تو یک کفش میکنه. خودتون میدونین گزینشه برای خلبانی شما باید هلس کامل، فول، حتی نباید چشتون ضعیف باشه، حتی نباید. کاپیتان در قدم اول میگن یه دندون پر کرده داری نمیتونی. نیروی هوایی بود اون زمان. بله من همه رو در آوردم. کاپیتان پاشو توی یک کفش میکنه، من باید خلبان بشم، من باید خلبان بشم. سال 1976 فکر میکنم مهاجرت میکنن به انگلیس. بازم انگلیس براش، بله انگلیس کعبه آمال براش نبوده. سند خلبانی کجاست؟ امریکا. بزرگ فکر کرده. بچه این حرفای منو گوش کنید. بزرگ فکر کرده. شرایط دانشجویی، انقلاب، سال 1979
اون 1357 گرفته بودن 1357 گروگانگیری بوده، 1001 مشکلات سیاسی. کاپیتان اراده میکنه ویزا میگیره. نه ویزا من 3 بار ردم کردن. هنوز کار دارم کاپیتان باهات. کاپیتان ویزا رو میگیره میره امریکا. هدف کجا بوده؟ برترین شرکت هواپیمایی امریکا کار کنه، خلبان بشه. میره خلبان میشه سر مسائل سیاسی، حزب و حزبگرایی. کاپیتان رو اخراج میکنن. اینا رو کاپیتان به من نگفت، من نشستم زندگی نامش 2 روزه دارم میخونم. یونایتد اخراجش میکنه، میگه ایبی نداره، دوباره میام. دوباره میام و دوباره کاپیتانو با تلاش دوباره میارن و الان لحظه‌ایه که کاپیتان شده برترین کاپیتان شرکت یونایتد، نه خلبان برگزیده دنیا. حواستون باشه بینندگان عزیز. کاپیتان بچه ها، مخاطبین ما بچه ها، یه چیزی میخوام نشون بدم به بگو در این لحظه چی تو سرت میگذشت. ولی یه چیزی هم میخواستم اضافه پس کنم شما به چیزی که بگید تا من. آره بچه ها، وقتی من میخواستم بیام امریکا رفتم ویزا بگیرم برای که مدرسه امریکایی منو قبول کرده بود، دعوتنامه داشتم. بعد رفتم ویزا بگیرم، به خاطر همه ایرانی بودن و هاستجا و اینا ویزا رو گفتم بهت نمیدیم. 6 ماه بعد رفتم دوباره اقدام کردم، گفتم نمیدید. دفعه سوم که رفتم یه خانومی بود و خانوما تو زندگی من خیلی ارزش دارن و خیلی کمک کردن، مخصوصا مادرم و خواهرها اینا و معلمام. و بار سوم خانومه نگاه کرد گفت تو واقعا، من که 2-3 بار ردت کردی باز پر رو اومدی. گفتم من این دستنی منی، من باید برم اونجا، بهتر باید برم و خلبان بشم. یعنی تو زندگی من این از نفس کشیدن و غذا خوردن مهمتره. یعنی واقعا burning desire، یعنی اون آتیشی که تو شکم من بود از صورت و چش و صحبت من میامد بیرون. خانمه حس کرد، گفت تنها قولی که باید به من بدی اینه که وقتی پاد بره امریکا رسید وابسته به دولت نشو، یه زالو نشو، به قول معروف خودتو برسون به جایی، برو دنبال عشقت، برو این کارو بکن و آدم مفیدی برای جامعه باش. من بهش قول دادم، گفتم این قولو بهت میدم، این کارو خواهم کرد و این کارو کردم. و وقتی هم که یونایتد من استخدام داشت میکرد گفت چرا؟ ببین 16,000 نفر اقدام کرده بودن برای خلبانی برای یونایتد اون زمانی که داشت استخدام میکرد. از 16,000 نفر 800 تا خلبان انتخاب کرد. یعنی یک دونه تو هر 200 نفر. فکر کن که تو توی اتاق نشستی یا محفلی نشستی، 200 تا اپلیکنت هستن فقط تو رو انتخاب بکنن. و یارو از من پرسید، گفت خلبانای شکاری ما داریم اینجا، خلبانای شرکت‌های دیگه میخوام میام برای یونایتد کنم، چرا من توی خارجی رو باید انتخاب بکنم؟ گفتم اون عشق و علاقه‌ای که من دارم، اون انتوزیازمی که من دارم هیچ کس اینا ندارم. من به تو قول میدم اگه شما من استخدام بکنیم بهترین کاپیتان یونایتد خواهم بود. و 2018 من پروف کردم که بهترین خلبان یونایتد شدم. کاپیتان چند سالتونه؟ من فکر می‌کنم 60 سالم باشه. با محاسبات من شما باید 64-5 سال داشته. 64 کاملا درست بگی. ولی به قیافم نمیاد. اصلا نمیاد. میخوام بعد اینم آخرش اینو بگم، سن 28 سالگی بچه ها من خلبان 747 برای یونایتد شدم. اون دریمی که اون آرزویی که 9 سالگی اومد تو فکر من تو فرودگاه مهرآباد ایران که بوینگ 747 پنم رو دیدم، سن 28 سالگی من خلبان یونایتد بودم تو کاکپیت 747 یونایتد. به قول معروف فول سرکل، دایره کامل شد و اون دریم مال من شد. و سادم نبود، آسونم نبود. نیست. نه، ولی وقتی گیواب نکنی بدون که هر روزی همونطور که قبلا گفتم یه راهی جلوت خواهد اومد. خدا پروردگار هیچ وقت که دریا نمیبنده مگر اینکه یه پنجره روزانه برات باز نگه داشته باشه. بستگی به تو داره که
چطوری از اون بیای بیرون، خودتو بیاری بیرون. بچه های عزیز، طرف من 3 ساله دارم کنار بچه ها زحمت میکشم و با این که اینا به آرزوهاشو برسن. کاپیتان اینو نگاه کنید. اوکی. بچه ها نگاه کنید. میخوام همسن بودن کاپیتان رو به شما نشون بدم. کاپیتان میگه این عکس‌ها رو از کجا گیر آوردی؟ از کجا گیر آوردم؟ کاپیتان اینجا به چی فکر میکردی؟ دوست داشتی چی کاره بشی؟ اونطور که میبینی که به اخمو بودم، مثل یه مامان موامو درست کرده بود که باشم پوز بدم اینا. این من دقیقا یادم نمیاد این عکس رو. فکر کنم میخواستیم بریم مهمونی اینجا بودش که من دارم نشون میدم که زیاد راضی نبودم. کاپیتان چند سالتون بوده؟ به چی فکر میکردی؟ این راستش که بخوای بیشتر که دارم فکر میکنم بهش، فکر کنم 6-7 سالم بود تو اون عکس و من خیلی اون موقع عصبانی بودم چون پدر من برده بودن زندان. پدرم رفته بود زندان و این تو کتاب من هستش. by the way کتاب من تا 1 ماه دیگه داره میاد بیرون بچه‌ها و به فارسی هم ترجمه شده و خیلی کسایی که دلشون میخواد بدونن زندگی کاپیتان بهنام چی بود و از کجا شروع شد و به کجا رسید تو این کتاب هستش که بتونن ببینن. خب کاپیتان یه سوال دیگه دارم و بذارین مصور نشون بدم. بیننده ها نگاه کنید. اینو که دیدید، آره، از این تا این چه کار کنن از این به این برسن در کوتاه‌ترین زمان؟ خیلی خلاصه میخوام. این احساس میکنم یکم احساساتتون هم الان چیز شده. آره خاطر انگیز شده. اصلا من خب این وقتی این سانحه اتفاق افتاد 3-4 ماه که یونایتد ما رو گراند کرد که اینا تحقیقاتشون رو بکنن چه اتفاقی افتاد و وقتی که متوجه شدن دست ما نبود، از کابین خلبان ما هیچ اشتباهی نکرده بودیم و این اتفاقی بود که برای موتور هاپ ما افتاد. یه لحظه من بی‌ادبی میشه ولی یه چیزی توضیح خدمت بینندگان بگم، شاید ندارم. بچه‌ها بعد این عکس زمانی بوده که شما هستید و پر از آرزو، پر از همین که الان شما میخواین بهترین پیانیست دنیا بشید، بهترین موزیسین بشید، بهترین آکروباتیست دنیا بشید، بهترین شاعر دنیا بشید، بهترین فیزیکدان دنیا بشید و این دقیقاً زمانیه که کاپیتان جایزه سوپریر ایرمنشیپ رو گرفته به عنوان یکی از 5 نفری که در 90 سال اخیر دنیا جایزه رو گرفتن. یعنی ببینید من چه جوری عکس رو رد کردم. زندگی به همین سرعت میگذره، حواستون باشه. واقعا به همین سرعت. حالا افتخاری که به من دادن کاپیتان این واقعا، یعنی اون تازه بعد از این اتفاق 1.5 سال بعد از سانحه افتاد، چون اینقدر برای دولت امریکا طول کشید برای NTSB و FAA که بتونن درک بکنن واقعا اون بالا چه اتفاقی افتاد و وقتی که متوجه شدن که تقصیر از ما نبود، از مانیفکتچر پرات ویتنی برای انجین بود و ما تونستیم این کارو بکنیم که هم هواپیما رو نجات بدیم هم مسافرها رو. این سوپریر ایرمنشیپ اوارد برای بچه‌ها که اگه نمیدونن، اگه برای ساینتیست ها یه اووردی وجود داره به نام نوبل پیس پرایز. برای کسی که هالیوود هنرپیشه هستن اسکار وجود داره. این تقریبا میشه نوبل پیس پرایز یا اسکاری که برای خلبانا وجود داره و من اینو نمیدونستم اون زمان وقتی به ما دادن، چون کاپیتان سالی که هپ ما رو هاتسون نشوند، اونم خیلی کار
محشری کرد، جون 157 نفر رو نجات داد. ولی ایشون این مدرکی که من گرفتم ندادم بهش. دلیلش این بود که من هم مسافرها رو نجات دادم، هم هواپیمای 300 میلیون دلاری رو تونستیم سالم به زمین بشونیم. رو همین بود که این واقعا بیگ دیل بود و من مطمئن کردم کمک خلبانم و همون کسی که پشت ما نشسته بود به عنوان جامپ سیت یا OMC بهش میگیم که اصلا خلبان ما نبود، چون فقط 2 تا خلبان هواپیما احتیاج داشت، ولی خواستم که ایشونم بیاد که مردم دنیا بدونن این من نبودم، این تیم ما بود که این کار تونست بکنه. و درباره ایموشن که صحبت میکردی، برای یه مدتی بود که من دیگه به این فکر نمیکردم درباره اون اتفاق، و چون بعضی موقع فکر میکنی مغزت یه باهات بازی میکنه. ولی اون روز وقتی این خودشون نشون دادن و خودشون حتی اون رئیس یونایتد که اناونسمنت کرد، ایشون یه زمانی کمک خلبان من بود. دقت کردی؟ یه زمانی ایشون کمک خلبان من بود، بعد الان رئیس حزب کارگر یونایتد شده بود. و وقتی که دهن اون میاد بیرون، وقتی که تمام اون حرفی که این زد برای 7-8 دقیقه ایشون رو میگید؟ بله تاد اینسولر، آره، رئیس تمام 15,000 خلبان یونایتد ایشون بود که یک زمانی کمک خلبان من بود و میدونست که به من گفت اگر تنها کسی که میدونم این کار رو میتونست بکنه تو بودی که بتونی زیر اون فشار اینقدر ریلکس و واقعا ریلکس. ببین این هواپیما حدود 1200 کیلومتر در سرعتشه و اون بالای ارتفاع 36,000 فوتی که هستی، کنترل دست گرفتن. بعضی از خلبانا میترسن اتوپایلوت رو دیسکانکت بکنن و خودشون هند فلاینگ بکنن. و به خاطر ثانیه‌ای که برای من اتفاق افتاد، 2 تا چیز مهم تو امریکا، تو یونایتد اتفاق افتاد. اولا که هواپیما رو وقتی تو سیمولیتر میری تمرین میکنی، یه کارایی میکنن که هواپیما فرض کن بهش میگن offset maneuvers، یعنی دیگه از انولوپی که هست یا نوکش، این هواپیما معمولی که داره پرواز میکنه، یه دفعه هواپیما رو اینطوری میکنن تو سیمولیتر، به خلبانه میگن کنترل رو باز بیار دستت، یا هواپیما نوکش اینطوری بالاست کنترل بیار دستت، یا هواپیما رو پشت رو میکنن میگن باز کنترل بیار دستت. چون اتفاقی که برای من افتاد تا حالا این اتفاق تو دنیا برای 777 اتفاق نیفتاده بود. دقت کردی؟ رو همین اینو ترینینگ میکنن. یه چیزی هم که اتفاق افتاد بعد از این، چون 90% خلبانا همیشه هواپیما رو با اتوپایلوت میرونن، یعنی اون تقریبا میشه گفت AI دیگه، artificial intelligence که هواپیما رو اتوپایلوت دیگه، کروز کنترل. بعد الان خلبانا رو مجبور کردن که برای تیک آف و لندینگ و ایمرجنسی اینا همش خودشون با دست فرمون بچرخونن که یادشون نره. و اینا خیلی مهمه، یعنی چیزای کوچیکی هست که از یونایتد شروع شده، به شرکت چیز رفته، با دلتا رفته، ساوت وست رفته، امریکن ایرلاینز، که خلبانا به خاطر اتفاقی که برای من افتاد با این اینفورمیشن هایی که ما گذاشتیم بیرون و انیمیشن و اینجور چیزا بتونن خلبان بهتری بشن. در حقیقت این اتفاقی که برای موتور من و هواپیمای من افتاد، این که موتور سمت راست منفجر شد، یه بار دیگه این اتفاق افتاد 2 سال پیش که یونایتد جت داشت از چیز می اومد بیرون، از دنور. این همون اتفاق دوباره افتاد و به خاطر این اتفاق دوم FAA تمام 777 های دنیا رو خوابوند برای 1 سال و نیم. 777-200 A و B مارو رو خوابوند برای 1 سال و نیم که موتورش عوض بکنه. و این خلبانی که این اتفاق دوم براش افتاد، من باش صحبت کردم، توی یکی از ویدیوهای منم هستش روی اینستاگرام، و گفت کاپیتان من ویدیوی تو رو نگاه کرده بودم، اون انیمیشنی که تو درست کرده بودی نگاه کردم و وقتی این اتفاق برای من افتاد دقیقاً میدونستم چه اتفاقی افتاده.
چون وقتی که تو میگفتی هواپیما اینقدر داشت تکون میخورد که اینسترومنت ها رو نمیتونستی ببینی، کاملا من اونجا بودم، کاملا حس کردم. اگه به خاطر تو نبود معلوم نیست که ما میتونستیم این هواپیما رو بشونیم راحت یا نه. درود بر شما و 100 درود. من خیلی سوال دارم اما دیگه نمیخوام وقتتون رو، کاپیتان خسته ایم میدونم شما. صحبت نهایی با بچه‌ها. با بچه‌ها یه سوالی دارن. من دلم خیلی می‌خواست درباره موتیویشن و لیدرشپ باشون صحبت کنم، ولی شاید یه ویدیو دیگه بذاریم که اون درسایی که من یاد گرفتم بهشون بگم. کاپیتان از لایو امشبمون راضی بودید؟ کی من؟ آره. من عالی بود، دمت گرم و واقعا باعث افتخار منی به کمکی تو بچه‌ها می‌کنی. ببین من همیشه اگه تو می‌خوای ایموشن منو بیاری بیرون، درباره بچه‌ها با من صحبت کن و آینده اینا. من بغضم میگیره. من واقعا میدونم که اینها جواهرن و دنیای ایناست. ما تنها وسیله هستیم که چیزایی که یاد گرفتیم، چه از خود من هست، من دوستایی دارم که خیلی موفقن، چه تو ریال استیت دیوید هستش موفقه، چه فلان کس دوستمون هستش تو مووی موفقه، فلان دوستمون آقای اندی تو خوانندگی موفقه. با اینا که من میشم صحبت میکنم همه میدونن که ما چیزی که یاد گرفتیم رو میخوام انتقال بدیم به جوانهای جدید و آینده ایران. من همیشه این مثلا میزنم، انگلیسیشو بگم بعد فارسیشو. Children are a message we send to a future we never see. پس ask yourself what message you're sending. فارسیش میشه بچه ها یه مسیجی هستن که تو و من به آینده‌ای داریم میفرستیم که خودمون نخواهیم دید. جالب. بچه ها قاصد یا پیکی هستند که حامل پیامیان به آینده‌ای که من و شما شاید نباشیم. فارسی تو خیلی بهتر ها. عالی بود. و سوال یعنی من اینو سوال من اینه چه مسیجی داریم ما میفرستیم؟ چه مسیجی داریم میفرستیم؟ و باید به عنوان پدر، به عنوان مادر، به عنوان که شهردار شهر، به عنوان که اونی که دهکده دستشه، به عنوان اونی که کشور دستشه، به عنوان که اون که دنیا دستشه، ما همه انرژیمون رو باید بذاریم که محصولاتی برای آینده داریم درست میکنیم، محصولات خوب باشن، به عنوان عشق جلو برن، با طبیعت جلو برن، با به رسیدن خودشون، بدنشون، ذهنشون، فکرشون، پولشون جلو برن. چون این بچه‌ها باغبونایی خواهند بود که این دنیا رو به رشد خواهند رسوند. و اینو من میگم اگر کسی که بالا سر شما هست اون کار رو براتون نمیکنه، با کسایی بشینین و پاشین که بهتون این کمک فکری رو میکنه که شما رو بیاره بالا. بچه‌ها جایی که میتونی با کسایی باشین که اون آینده‌ای که اون رزالتی که اون نتیجه که تو دنیا شما میخواین بگیرین ایشون گرفته و از ایشون یاد بگیر، نه از کسی که هی میزنه تو سرت و میگه تو آدم نیستی و بشر نیستی و تو به هیچ جا نمیرسی و تو هیچ چیزی نمیشی. اینها رو بذار کنار، به اینا گوش نده و خیلی مشکله، خیلی مشکله. و میگم این حالت طوری باید باشه که بولدوزر بچه‌ها مسیر خودتو با بولدوزر باز بکنی بره جلو. به کسایی که منفی هستن گوش نکن، به کسایی که تو رو راه میخوان بیراه کنن گوش نکن. دنبال دراگ نرو، دنبال مشروب نرو. چرا؟ یه مشروب یا آبجو بخور، یه گلاس شراب بخور، ولی نه افراطی نکن که زندگی تو رو بین نبره. و با آدمایی باش، بشین و پاشو که از لحاظ فکری آدمایی هستن که واقعا تو زندگی کار مثبت کردن، از اونا یاد بگیر، نه از این چرت و پرتایی که دارن تو مغز بچهای ما میکنن که خرافاتایی که اصلا واقعا وجود نداره تو دنیا. خیلی عالی هستید. من کاپیتان همینجا از شما قول میدم، قول نمیخواد، اینجا خونه خودتونه، قول نمیخواد. شما انقدر انسانی وقتی جمله اولتون رو در این برنامه
با این آغاز کردید که من بشر رو دوست دارم، من انسان رو دوست دارم، من ایران رو دوست دارم. یادم در یکی از صحبتاتون گفتیم من میتونستم خیلی راحت طوری رفتار کنم که برم کشورم بیام، اما نتونستم. طرف مردم وایسادم و در یکی از مصاحبهاتون خوندم همیشه توصیه پدرتون خدا رحمتشون کنه که گفته اگر جایی دیدی بین شاه و مردم جنگ شد طرف مردم. کاملا. من میدونستم وقتی که محبوبیت من داره شروع میشه، من قبل از اینکه سلبریتی های ایران که خارج هستن یه پاشون این و یه پاشون اون ور باشه، از 5 سال پیش من گفتم به مردم ایران من همیشه با شما هستم و میدونستم این حرفی که من دارم میزنم نتیجهش به جایی خواهد رسید که شاید اصلا توی مادامی که اسلامیک ریپابلیک وجود داره من نتونم به ایران خودم برگردم، ولی مسئله نیست. همین راهی که میتونم با شما در تماس باشم اینطوری بچه‌ها خوبه و واقعا میدونم و حس میکنم که موقعیت عوض خواهد شد و من برخواهم گشت، به مازندران خواهم رفت. آمل زیبا، آمل و مازندران و تپه‌هاش و کوه‌هاش و اون رودخونه‌هاش که ماهی قزلالا پر بود که قربونش برم عاشق ماهی قزلالا هستم برم بگیرم و ایران. ببینید چیزی هم بگم درباره ماهی قزلالا. امروز صبح داشتم فکر میکردم یکی از فامیلای ما بود، اسمشون نمیدونم، خب مطمئنا فوت کردن و خیلی مدت زیادیه و ما میرفتیم که ماهیگیری، من تازه ماهیگیری یاد گرفته بودم، با عموم میرفتم، با دایم ببخشید میرفتم ماهی قزلالا میگفتیم تو رودخونه لار. حالا میگه اصلا ممکنه وجود نداشته باشه چون سد بستن اینا، ولی جالبی این بود من با قلاب ماهیگیری داشتم و یه سپینر بود مینداختم با این نی اینو میوردم برخلاف آب، ماهی قزلالا رو نوک میکشیدن من میکشیدم بیرون. بعد یه زمان شده بود که هر چی قلاب میزدی ماهی وجود نداشت، ماهی وجود نداشت. بعد این فامیل ما که دوست پدر اینا بود، این منم داشتم همون آب رو نگاه میکردم، اینم داشت همون آب رو نگاه میکرد. من میگفتم ماهی وجود نداره، این میگفت ماهی وجود داره. من میگم نه تو داری حرف میزنی، من دارم عمل میکنم نمیتونم بگیرم. این میرفت با دست خالی میکرد دستشو زیر سنگ ماهی در میآورد. یک چیزی به من این یاد داد که هر دو ما یه چیزی داریم میبینیم ولی نتیجهش دو تا مختلفه. که من میگم وجود نداره، این نمیگفت نه وجود داره، هیچی، با دست خالی، نه تور نه قلا، دستشو میکرد زیر سنگ ماهی قزلالا رو میکشید بیرون. اون چیزی که اون میدونست خیلی فرق میکرد با چیزی که من اون موقع میدونستم. برای همین بود که به من گفت چیزی که به چشم میبینی فکر نکن که وجود داره یا وجود نداره، باید واقعا اینو حس بکنی. مثلا اون زمان که اصلا من میترسیدم دستم رو بکنم زیر سنگ تو آب، ممکنه مار باشه، ممکنه چیزی باشه، ولی ماهی قزلالا در میورد بیرون. واسه همین من راکو الان بالانس میکنم. چیزی که مردم میگن is impossible و اینم بهت بگم یه مسئله از امریکایی، من اینو خیلی استفاده میکنم، میگن nothing is impossible. درست شو اینجا به همه میگن nothing is impossible، هیچ چیزی غیر ممکن نیست. من عوضش کردم میگم impossible is nothing. متوجه شدی؟ بله. impossible is nothing. بچه وقتی تو اون باورت بشه impossible is nothing، همه کارا رو تو دنیا تو میتونی بکنی. اصلا فکر نباش چطور راش. ببین there's two important things how and why. impossible is nothing، نشدنی نیست. داره. نشدنی وجود نداره، همه چیز میشه. کاملا. ببین دو تا چیز مهم هست how and why. یکی رو میگه من چطوری میتونم how can I be a singer، چطوری میتونم خواننده بشم، چطوری میتونم پولدار بشم. اینا مسیج همه جای اطرافت هست، ولی مهمترین چیز اینه که why، چرا، چیه تو قلبت، تو دلت، چیه که تو رو درایوت میکنه. این همین مهماندار عزیزمون که اومدن گفت من رفتم هواپیمای پنم رو دیدم، گفت من میخوام مهماندار بشم. اصلا ایرانی وجود نداشت. اون وای هست، اون آتیشی که تو شکمته. حالا ممکنه خوانندگی باشه، شاید رقص باشه، شاید
دکتری باشه، شاید خلبانی باشه. و اونه که تو وقتی وایت معلوم بشه، چرات معلوم بشه، نه چطور معنی نداره. چطور میتونم راننده بشم؟ میری فرا مدرسه درس می‌نویسی، یکی بده درس بده. چطور میتونم پولدار بشم؟ میری برای بانک کار میکنی یا برای فلان کسایی کار میکنی، نرو برای آخونده که دزدی بهت یاد بدن، نه، میری اونطوری پولدار میشی. چطوری میتونم مهماندار بشم؟ میری کلاس. ولی مهمترین اینه که why چرا اون وای تو اگه تو دنیای زندگی خودت اون وای تو برای تو مشخص بشه، اینو گوش کن، the how will follow. چطوری میاد خودش، اون چطور خودش جلوی راه تو سبز خواهد شد. اگه if your why is big enough, the how will show. اگه اون why یا چرای تو بزرگ باشه، انقدر بزرگ باشه که تمام فکر و ذکر و جسم تو بگیره، چطور خودش رو نشون خواهد داد. بچه ها امیدوارم این حرفا رو، من که دارم همه رو تو انقدر نوشتم کاپیتان اینجا و تمام نگاه کنید دارم دفتر من پر شده دارم می نویسم. من همه مهمانان بزرگی که میان همه رو یادداشت میکنم. اینو میخواستم بگم کاپیتان، قطعا ما یه برنامه دیگه به زودی زود به خاطر که فاصله نیفته باشیم. ما امروز واشکافی هر آنچه برای در زندگی کاپیتان در زندگی شغلیشون اتفاق افتاد که منجر شد به درس‌های انسانیت، درس‌های موفقیت و رموز Secrets of Success به اینها منجر شد. قطعا ما برنامه بعد مخاطب رو میذاریم به چکیده تجارب کاپیتان کی بازنشست میشی؟ من یه سال دیگه بازنشست میشم، ولی خب آفرهای خیلی زیادی جلوم هستش. بله فکر نمی کنم شما رو کسایی هستن که حتی کمپانی‌های یعنی گوگل یا اپل یا اوراکل یا آی بی ام و جی ای، اینا به خلبانای با تجربه احتیاج دارن. ممکنه یک دو سال دیگه با اون بازی کنم و کتابم داره میاد بیرون، همه بازی بکنم. چون من اصلا فکر من تو زندگیم یک روز کار کردم، چون انقدر عشق و علاقه بهش دارم. کار رفتن برای من کار نیست، یادمه. لذته. بذار من تکمیل کنم. داشتی یه پرواز رو میرفتی، بعد تو راهروی بودی که داشتیم میرفتیم پرواز، داشتی استوری میذاشتی، ذوق داشتی، گفتی بچه اینقدر ذوق دارم میرم پرواز دارم، نمیدونم 12-13 ساعتم گفتیم پرواز خواهیم داشت، از ذوق داشتی گفتی دارم میرم پروازمه الان میرم، و گفتم قبل از پرواز اینو برای شما بذارم. واقعا بازی چقدر خوبه که آدم قدر مهارت، من دید مهارت میگم نه دیده شوخی گرفتن شغل، اینقدر شغل تو عاشقش باشی که هابیت به نظر بیاد، اسباب بازیت باشه کاملا، همیشه گوشه زندگیت باشه، کیف کنی باهاش. من البته بگم من اونقدر آدم آگاهی نیستم، من این درس رو از شما و دوستان خوبم گرفتم. و یه چیزی هم یادآوری بکنم، هیچ وقتی تو تنهایی به هیچ جایی نمیرسی. تو احتیاج داری به کسان دیگه که زیر بالاتو بگیرن، کمکت بکنن، چه از لحاظ فکری چه از لحاظ پولی، و انقدر به تو ارزش قائل باشن که بدونن که کمک دارن به تو میکنن که یه قدم بالاتر بری. من همیشه میگم rising tide rises all the ship. تو دریا وقتی آب میاد بالا، تمام قایق‌ها رو با خودش میاره بالا. و تو هم وظیفه تو وقتی به یه جایی رسیدی تو زندگی، اونایی که به تو کمک کردن به اونجا رسیدی، اونا رو فراموش نکنی. اون موقع است که تو باید برگردی، یا اونا رو با خودت بری بالا، یا بری به عنوان سرونت. میدونی به عنوان فارسی سرونت چی میشه؟ سرونت نمیدونم. سرونت اون که تو چیز سرو میکنه تو مغازه و اینا، رستوران سرو میکنه غذا. یعنی به قول معروف نشینی اون بالا، چی میگم، بالا تاج بشینی دستور بدی، خودت این مردم معمولی باشی، خودت سرور باشی. یعنی بیرون وانستا بگو لنگش کن، برو تو گود.
نه فقط تو گود، ولی مردم رو سرو بکن و خودت هی بذار و بده که یک کسی دیگه. بزرگترین آرزوی من تو دنیا اینه که کمک کنم یک کسی دیگه موفق بشه بهتر از من، بهترین خلبانا بهتر بشن، من یه الگویی برای آنها باشم که زیر بالشون رو گرفته باشم، چه تو خلبانیه، چه تو دکتریه، چه تو موتیویشن، چه تو لیدرشپ. کمک کنم یکی دیگه بیاد و شاین بکنه، من اون بغل وایستم بگم به 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 بشریت ببین به کجا رسیده. اینه که برای من واقعا اگه بپرسی چی به قول معروف تو رو خوشحال میکنه و بهت انرژی میده، کمکی است که یکی دیگه بیاد و به جای من و بالاتر برسه. اون آرزوی واقعا آرزوی شخصی من و آرزوی هستش که بدون اغراق میتونم بگم بزرگترین آرزوی من تو زندگی اونه. یه بارم یکی از من پرسیده بود وقتی که تو فوت کردی کاپیتان، نه مثلا گفت اگه فوت کردی 2 سوال بود، چطور میخواد مردم تو رو یادشون باشه و چه اتفاقی میفته تو دنیا. فکر کنی چه اتفاقی میفته وقتی مردی؟ من باید بگم چه اتفاقی میفته وقتی من بمیرم. اونایی که من رو دوست دارن دلشون برای من تنگ میشه. همین. و چه لگسی میخوام تو دنیا بذارم وقتی رفتم یکی برگرد بگه آدم خوبی بود. همین چیز دیگه من نمیخوام از دنیا. همین که بگم آدم خوبی بود، همین اونی که من رو دوست داره یه اشک بندازه بگه متاسفم که رفتی. همین. یعنی اینه که بشریت، ما دوباره با عشق و بشریت و کالچر ایران قبلیمون رو که انقدر ما دوست داشتیم، اون زمان ایران کجا که مردم در خونه هاشون باز بود؟ اون زمان ایران کجا که مادر ما غذا به ما کم میداد، به یک گدا بیشتر غذا میداد تا به ما، که در خونه باز بود همیشه هر کسی بیاد. اصلا بهش میگفتن چی میگفتن؟ موتل بهنام، در بازه، یه حالت موتل بود، هر کسی که خواست بیاد تو. اون من فقط خانواده ما نبودا، با دوستان که هم سن و سال من هستن صحبت میکنم که خانواده اونا میتونی بود. اون ایران کجا؟ این ایران که بچه هاتون تو خیابون میکشن کجا؟ ببین اونه که ما باید بهش برگردیم. شما نجات میدی، اونا خودشون میدن با موشک میزنن 200. بله اصلا ندیم وارد آدم. به بچه ها فقط میخوام بگم اون چیزای ایرانیتون از دست ندین، اون ایرانی بودنتون از دست ندین. الان کسایی هستن که کشور دستشونه آکیپای کردن، اصلا ایرانی نیستن، دارن ایدو عوض میکنن، اسم اون عوض میکنن، اسم این چیز عوض میکنن، چیزای تاریخی ایران. نذارین بچه، نذارین این اتفاقا بیفته. خودتون نذارین، کار خودتون. درود بر استاد، مرسی. خیلی صحبت هست هنوز بچه. ما یه لایو دیگه خیلی وقت گذاشتیم. نه عالی بود. یکی از دوستان 1-2 نفر نوشته بودن لایو رو سیو کنید. آها. لایو رو گزیده هایش رو سیو میکنیم ولی با 24 ساعت دیگه حالا من تا ادیت بشه، ولی کامل به صورت کامل ادیت شده و تلویزیونی با چیدمان مرتب در یوتیوب بنده و جناب کاپیتان بهنام هم منشن میکنم که هر دو چنل یوتیوبمون هم داشته باشه، ولی این هم سیو میشه. فردا بعد از ظهر دوستان میتونن این لایو رو به صورت چکیده خلاصه برای جناب کاپیتان بهنام هم اصلا شاید 2 تایی گذاشتیم اشتراکی که همه استفاده کنیم. ما دوستانی که تازه اومدن به پیج لایف تالنت خونه هنرمندان خوش اومدید و اینجا ما یه شب در میون، شبای زوج، شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب صحبت با بزرگان ایران داریم. یکیش این اسطوره است که خودشون نمیدونستن 53مین شخص جز مفاخر ایران ثبت شدن، خودشون نمیدونستن، من خبر دادم. و یک شنبه شب ها، 3 شنبه شب ها، 5 شنبه شب ها بچه های هنرمند تالنت ها میان اجرا میکنن تا شاید به جایی برسن.
اگر خدا بخواد. همراه ما باشید. بچه های لایف تالنت